بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین حاضر و برخط برنامه دیدار. این 50مین نشست از سلسله نشست‌های دیدار هست که به موضوعات تخصصی فرهنگ و هنر میپردازه. ما در 50مین قسمت دیدار رفتیم سراغ موضوعی که توی این روزها در دهه اول و دوم محرم خیلی بحثش داغ بود و گفتگوهایی رو در گوشه و کنار فضای فرهنگ برانگیخت، ولی خب حالا به خاطر شاید شرایط محرم خیلی جای پرداخت بیش از این نداشت، فرصت رو گذاشتیم برای یک زمان مناسب‌تر که یه خورده بتونیم توی فضای آرامتر و منطقی‌تری راجع به موضوع گفتگو بکنیم. بحثمون هم راجع به مداحی در استودیو بود که از سوی بعضی از دوستان این به عنوان یک اعتراض، به عنوان یک انتقاد به رویه‌ای که این سالها خیلی فراگیر شده و شاهد کارهای متنوع و متعدد تو این زمینه هستیم، در عنوان انتقاد به این موضوع طرح شد. بعضیا موافق بودن، بعضیا مخالف بودن و از وجوه مختلف به مسئله نگاه شد. به نظرم جنبه‌های مختلفی داره این بحث، یعنی هم به لحاظ تخصصی، به لحاظ تربیتی، به لحاظ رسانه‌ای فرهنگی میشه بهش نگاه کرد و امیدواریم امروز بتونیم به گوشه از اینها با حضور کارشناسان کارکشته‌ای که توی جلسه ما حاضر هستن توجه بکنیم. این جلسه این افتخار رو دارم که در خدمت آقای مهدیار عقابی هستم. خودشون دستی بر آتش دارن، ارادت چندین و چند کار خوب تولید کردن. اخیراً هم برنامه هماهنگ رو ازشون شاهد بودیم که بسیار برنامه موفق و تاثیرگذاری بود. آقای شیخی، اکبر شیخی از مادحین، نغمه پردازان و کارشناسان موسیقی تا مدتی دیگه به ما ان شاءالله ملحق میشن. آقای دکتر علیرضا بلیغ عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی هم تشریف دارن و در خدمتشون هستیم. قرار بود از دوستان دیگه هم کمک بگیریم، از جمله آقای دکتر مطیع هم قرار بود تو این جلسه حاضر باشن، ولی به دلیل سفری که براشون پیش اومد و حالا ملاحظاتی که داشتن نتونستیم. ولی خب طرح بحثشون مطرح هست، روشن است و ما حتما به بخشی از نکاتی که ایشون طرح کردن، میشه گفت اولین کسی که در واقع این بحث رو یا حالا به شکل داغی این بحث رو طرح کرد ایشون بود، خواهیم پرداخت و راجع به وجوه مختلف این مسئله گفتگو میکنیم. اگر آقای عقابی موافق باشن ما از ایشون آغاز بکنیم و ابتدا بخوایم که برامون توضیح بدن چرا ضرورت داره در این بره از زمان با این شرایط فرهنگی و رسانه‌ای خاصی که درش قرار داریم به مدل‌های جدیدتر فکر بکنیم، از اون چارچوب‌های شاید سابق و یه مقدار سنتی لازم فراتر بریم و چه بسا مداحی به جای مجلس، به جای یه جایی مثل هیئت، به عرصه‌های دیگه مثل استودیو و یه در واقع کار رسانی مثل این هم توجهی داشته باشه. جناب عقابی در خدمت. خیلی مخلصم، مشتاق دارم. من به نظرم اگر بحث رو به جای پاسخ به این سوال از این شروع بکنیم که اصلا مسئله چیست، ما وقتی عنوان مداحی استودیویی داریم مطرح می‌کنیم اصلا راجع به چی داریم حرف میزنیم، فرق این اتفاق مداحی توی هیئت و مداحی در استودیو در چیست. یعنی کمی نگاه فرمی بکنیم، محتواش تقریبا محل بحث هیچ کس نیست. گفتن از امام حسین و ائمه معصومین وجه اشتراک این تفکر، این تفاوت این فضاست و نگاه فرمی بکنیم. من اساساً یعنی اگر بخوام که اینجوری بررسیش بکنم که هیئت هم نوعی استودیو هست، اینجا میخوام شروع بکنم. به لحاظ فنی تجهیزاتی که توی استودیو وجود داره توی هیئت بهترش وجود داره. حالا اون بحث‌های آکوستیکی که مطرح میکنن، کیفیت و جنس و اینهایی که وجود داره، خب توی هیئت هم میشه برقرارش کرد. یعنی مسئله جدی نیست. شما اگه برگردی عقب‌تر از مداحان اسبقی مثلا حاج حسن خلج، خب که هیچ وقت استودیو نرفت و یکی از به قول معروف شروع کننده های بحث خواندن همراه با موسیقی، خب حاج حسن خلج به خودش هم نمیکرد، چون درست میخوند، فنی میخوند، رو ریتم میخوند، رو گام میخوند، فالشی نداشت، اجراش اجرای استودیویی در حقیقت بود، اجرای تمیزی بود. آهنگسازها میتونستن یک پدی زیرش قرار بدن و این رو شروع بکنن، از حتی آوازهایی که حاج حسن خلج به عنوان مداح این کارو میکرد و بعدش یواش یواش با حاج محمود کریمی قدرت گرفت که باز هم حاج محمود داخل استودیو اجرا نمیکرد، توی هیئت خودش برگزار میکرد
و آهنگسازهایی می اومدن دوباره متناسب با ملودی که بود هارمونی ایجاد میکردن، پد قرار میدادن و یک موسیقی رو در حقیقت الصاق میکردن به این فضا. وجه تفاوتی که مداحی در هیئت و مداحی در استودیو داره، من اینو بارها با یکی دوتا از بزرگان تو حوزه مداحی هم کلام شدم. اون عرقیه که مداح توی جلسه هیئتش میریزه و تو استودیو نمیریزه. خب مستمعی که مقابلش میشینه و واکنش داره نسبت به حرفی که حالا ترانه‌ای که داره مداح توی هیئت داره اجرا میکنه به معنای خاصش، توی استودیو وجود نداره. یعنی نگاه حضوری و اون ارتباطی که باید بین خواننده و مستمع اتفاق بیفته وجود نداره. به لحاظ فنی نمیتونیم این دو تا رو تفکیک کنیم از هم. آره خب من با تو صحبت میکنم، من نمیبینم، مخاطب مجازی رو نمیبینم. تفاوت که وجود داره و اساساً ریشه‌ای که این وسط محل چالش و محل اختلاف شده، حسم بر نیت هاست. یعنی نکته‌ای که آقا میثم مطیعی مطرح میکنه و احساس خطری که میکنه، فارغ از اینکه آیا مخاطب رو درست شناخته یا نه و آیا بنده زمان خودش هست یا نه، اینهاشو کاری ندارم. نگاهش نگاه نیتیه که نکنه خدایی نکرده من مداح اجرای در استودیو رو اولا بر اجرای در هیئت بدونم، من مستمع شنیدن کار استودیویی رو اولا بر شنیدن کار هیئت و حضور در هیئت بدونم. نگاهشون، خلاصه کلامشون من این شکلی دریافت کردم که حالا بیشتر راجبش گفتگو میکنیم و نگرانی درستی هم هست. راجب مخاطب شناسی این آثار که من دفاع میکنم ازش که نیاز هست و باید وجود داشته باشه، اینه که ما نیاز داریم توی حوزه موسیقی معارف دینی و مذهبی داشته باشیم. من پدر دوست دارم که بچه‌م وقتی یک مسافرت 3-4 ساعته با ماشین میریم سوخت فرهنگی داشته باشه، کنترل ضبط ماشین تحت اختیار اوست و بعد این 4 ساعت رو یک جوری حداقل 3 ساعتش رو با فضای موسیقی و حالا فضای محتوایی پر بکنه. آنچه که از هیئت‌ها بیرون میآید خیلی جذابیت شاید بر اون موقعیت نداشته باشه و برای اون طیف سنی نداشته باشه، اما وقتی همین یک کمی هارمونیزه‌تر میشه، موسیقی میاد کنارش، ریتمش، لعابش، رنگش، اینها خب سوخت جدی‌تر و جذاب‌تریه براش. نمیتونم منعش بکنم از این اتفاق، حتی تشویقش هم میکنم، اما جایی گیر میکنم خب که ما این رو ارزش گذاریمون بشه اولا، مثل آقا میثم مطیعی و نگاهش که بچه من آیا 20 سال آینده دیگه به جای اینکه مخاطب هیئت باشه مخاطب این جنس ترک هاست. من این خطر رو حس میکنم و خطر جدیه، نه به واسطه صوتش و حالا تو سبک کاری خودم و ژانر کاری خودم، به واسطه تصویری که ازش داره ارائه میشه. یعنی مداحی استودیویی به ماه و مداحی استودیویی مشکلی نداره چون میخواد یکم گرفتاری های فنیش رو برطرف بکنه، اما تصویری که روش قرار میدیم و چهره‌ای که از یک مداح توی نماهنگ میسازیم این باید مواظبت بشه ازش. ما فقر خواننده مذهبی داریم، ما خواننده مذهبی تولید نکردیم، پس مداح‌ها مجبورند برای اینکه تولید موسیقیایی مذهبی بشود اون فقر رو جبران بکنند و حالا حضور پیدا بکنند. کاری که آقا حسین پویانفر داره انجام میده، من حتی قائل به اینم که ای کاش ایشون دیگه اصلا تو هیئت نخونه، این تبدیل بشه به یک خواننده مذهبی، پس کارم داره برمیاد، نیازش هم وجود داره و این اتفاق همپوشانی شدن این، یعنی حالا مستمعینی که خودشون پامنبریای ما حساب میشن هم قائل به این هستن که ایشون اگه تو استودیو کار جدی‌تری اجرا بکنه و این خلأ رو پر کنه خیلی بهتر. حالا این نکات شخصی که خودش میدونه و کسی نمیتونه نظرش رو اعمال بکنه، حالا پیشنهادی بده. فقر خواننده مذهبی وجود دارد. ما اگر مخالفیم که مداحی نباید بریم تو استودیو، پس کی باید بخونتش؟ خواننده مذهبی که نداریمش. چیکار کنیم؟ درشو ببندیم مثلا تولید نکنیم یا نه بگیم آقا چی بر چی مقدم است، محاسنش چیه، معایبش چیه؟ اگر محاسنش بر معایبش میچربد پس اشکالی نداره. اگر یک مداحی صدای خوشی داشت فارغ از هیئت برای نسل امروز دهه 80 دهه 90 که مخاطب جدی هستن و نیازی که این معارف به دستشون برسه از خودگذشتگی بکنه و بیاد توی استودیو، چالش‌های استودیو رو به جون بخره و اونجا اجرا کنه و تولید محتوا بکنه. اون فقره رو می‌خوایم اینجوری پرش بکنیم. اگر قائل به اون فقره نیستیم
خب یعنی هنوز فهم نشده که آقا این نیاز برای نسل امروز نیاز مبرم هست یا نیست، که میشه همین حواشی که وجود داره دیگه. اما اگه فهمش کردیم، حالا راهکار پیدا بکنیم، چی کار بکنیم براش که اون خلأ رو پرش بکنیم. خب خود حالا میگم من به همه نگرانی‌های آقا میثم واقعا ایمان دارم و به محض اینکه مطرح میکنه خود من هم نگران میشم، اما توقعم اینه که خب یک راهکار هم داشته باشیم دیگه، فقط نقد که نه که. خب وقتی بحث داغ میشه تو این حوزه که آقا بین مداحی استدیویی و مداحی در هیئت تفاوت قائل بشیم، خب این تفاوت کجاست؟ تو چه اتفاقی؟ مداح نمیتونه با نیت هیئت امام حسین بره داخل استودیو بخونه؟ فرق میکنه مگه؟ خب آقای عقیلی ببخشید من نمیخواستم حرف شما رو قطع کنم، ولی به نظرم مدیریت ولی بکنید. نه مدیریت هم نمیخوام بکنم، ولی این سوال مهم رو چون بیرون از فضای در واقع نشست ما مطرح شده، من حیفم میاد شما روبروی این سوال قرار ندم. یعنی میشد بره بحث بگرده بیاد دوباره برسه به شما، ولی به نظرم از اون داغیش میفته. الان باید به این سوال جواب بدید. ببینید شما این نکته مهم رو مطرح میکنید، میگید که ما یه چیزی داریم به اسم استودیو که حالا اسمشو گذاشتیم استودیو، ولی منظور مکانیه برای ارائه یک کار فرهنگی که به یه معنای خود هیئت میتونه در واقع اون باشه. یعنی اگه از اون منظر نگاه بکنیم که آقا مسئله من استودیو غیر استودیو، من میخوام یه جایی یه کاری تولید بکنم، اینجا شاید مثلا فرقی بین هیئت و استودیو نباشه، چه بسا اونجا امکانات فنی بهتری و در واقع جای منظمتری برای مثلا به قاعده و اصولی اجرا کردن یک کار حتی بهتر فراهم باشه. ببینید یه نکته مهمی که مطرح میشه، در واقع من دارم سوالی که بیرون از اینجا طرح شده رو خدمتتون عرضه میکنم. یه نکته‌ای که مطرح میشه اینه که هیئت فقط یک جایی امکان صوتی تصویری برای ارائه محصول نیست. نه میگه چیزی به اسم در واقع حضور محضر، یه چیزی اونجا هستش که ما به ازا نداره. میگه مخاطبی که میاد اونجا میشینه از در خونه در واقع با یه نیتی لباس سیاه میپوشه، مثلا حالا با ماشین شخصی غیر شخصی مسیر رو طی میکنه، وارد یک در واقع فضایی میشه، دم در کفشاشو مثلا میده چیز یا تو کیسه میاد، ساعت‌ها منتظر میمونه، منبر میشنوه، پیش منبری میشنوه تا برسه مثلا اون جایی که و فقط 10 دقیقه یا حالا مثلا یه زمان کوتاهی اجرای یک کار فنی و موسیقایی نیست. یک حالی به او دست داده و اصلا همه این مسیر، یعنی 4-5 ساعت از عمرش، چه بسا بیش از اینها، یعنی نصف روزش طرف مثلا درگیر این ماجراست. قرار نیست فقط یه رو با من تو ماشین پلی کنم بشنوم برم. نه اصلا من اومدم در یک موقعیتی حاضر باشم برای یه حضوری. این همه اتفاق افتاده و در واقع مداح میگه که مداح هم فقط خواننده و اجرا کننده، میگه من از ارتباط با اون آدم و ارتباط با اون آدم ها، نفوس مختلف، این انرژی که جمع میشه و ارتباط دو سویه‌ای که برقرار میشه، من ازش یه چیزی میگیرم. نیست که من در واقع صدا باشم، اونم در واقع صرفا یه گوش باشه و مجموع اینا یه اتفاقی رو رقم میزنه که میگه شما تو استودیو اونو نداری، استودیو هم خیلی خوبه، سر جاش لازمه، ولی دیگه اون نیست. بله. این سوال مهمه که شما چجوری بهش جواب میدی؟ اگه من تقابل قرار دادن این دوتا رو در روی هم قرار دادن رو غلط میدونم. خب ببین یه وقت هستش که شما میری توی هیئت که اون به قول شما تعامل با اون هم هیئتی ها و اون تأثیری که تو اون فضا و اون اتمسفر و جوی که رو تو میذاره و روی بچه تو میذاره مواجهش قرار بدین، درسته، نیازه ولا غیر، که حتی یک هیئت خانگی کوچک همین اتمسفر رو به کودک تو منتقل میکنه، اما نیاز او رو برطرف نمیکنه. خب ببین اصلا جریان مداحی استدیویی متناسب با جریان دهه 80 ها و دهه 90 ها شکل گرفته. من و شما یه خاطرات نوستالژیکی داریم از هیئت که حالا هم داره این تغییر میکنه و ناخودآگاه پای هیئت هستی. خب من میگم که من دوست دارم ماشین منم تو جاده چالوس تبدیل به حسینی امام حسین بشه، ذکر امام حسین گفته بشه توش. خب بچه من این نام رو بشنوه، مفاهیم که مثلا همین ترکه بابا رضایی که اخیر آیه هلالی آیه پویان این دو بزرگ نه اون اسمشون یادم رفت تولید کردن. خب من دیروز تجربه اینو داشتم که 2 ساعت و نیم تو جاده باشم و شاید بیش از 20 بار این ترک لوپ شد توی ماشین. خب و بچه من داره میخونتش. خب من چی میخوام غیر از این؟
من باید آموزشش بدم که توی هیئت چیز دیگری دریافت میکنی، حداقل در معرض قرارش بدم. او هم مثل من که پدرم در معرض قرار داده دارای نوستالژی بشه، دارای خاطره بشه، دارای حس بشه نسبت به اون فضا و درگیر اون فضا. تقابل این دوتا رو من نمیفهممش و نخواهم فهمیدش. اون یک نیاز است، این یک نیاز دیگه. تو امانم باید رشد بکنه. خب یک زمان متوجه نمیشیم چرا تقابل نداره، یعنی من تقابلی درش نمیبینم. میگم اون یه کار میکنه، این یه کار میکنه، جفتشون هم نیازه. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. بفهم که جفتش نیازه. خب نمیتونی هم بگی یا این نیاز واجب تر است یا این نیاز واجب تر است. نه، هر دو یک وزن دارن. خیلی مخلصم حاج اکبر. خوبی؟ هر دو یک وزن دارن و اساسا میگم این دوتا رو روبرو هم نذاریم. محاسن و معایب هر کدوم رو بررسی بکنیم، به محاسنش بیافزاییم، از معایبش کم بکنیم. خود هیئت هم حاشیه‌هایی دارد. این تو نمیتونی بگی صرفاً حضور در هر هیئتی این آورده رو برای فرزند تو داره یا برای تو داره. نه، هیئتایی ندارن و اصلا شاید حضور پیدا نکنی بهتر باشه تا حضور پیدا کردنش. خب مثلا میگم شما روز عاشورا قطعاً باید هیئتی که برای خودت انتخاب میکنی با جنس هیئتی که برای بچت انتخاب میکنی متفاوت باشه. تو ظرفیت شنیدن مقتل خوانی داری، بچه تو هم داره یا نداره؟ خب اساساً کمکش میکنه به اینکه هیئتی بشه. ما میخوایم بچه‌مون رو هیئتی بکنیم دیگه. من ناظر به نوجوان دارم میگم. این هیئتی کردن یه زیرساختایی داره. من یکی از افتخاراتم اینه که خادم هیئت هنری ام که بچه‌م هم تو اون هیئت خادمه. خب و اساسا این انگیزه رو از صفر تولد، بعد و تولدش تو این هیئت حضور داشته و ادامه هم خواهد داشت، چون خانواده یعنی از یه حس مشترکی تو هم احتمالاً نسبت به سمپاتی دارم از اون حس حرف میزنم که من این هیئت افتخار منه. خب وقتم هم میذارم، انرژی میذارم، تعادلش هم برقراره. خب اما روز عاشورا خودم یک دو ساعت رو میرم یک هیئت دیگه بدون زن و بچه، چون من هم یک نیازهایی به عنوان پدران خانواده دارم. نقد داره سر نمازم گفت دیگه. اونا که میرن حاج قربون اونا خودشون الان اینجا هیئت دارن و باید خادمه هیئت کنن، نمیشه. اون 2 ساعت مال منه، باید اون حاج قربون هم مثلا برم. این دوتا رو کنار هم نذاریم. هر دو تا مسئله، یعنی مداحی در استودیو و مداحی در هیئت، جفتش آفت داره. من میگم چه بهتر بود خواننده مذهبی میرفت توی استودیو میخوند. نداریم چیکار کنیم؟ درشو ببندیم؟ نباید ببندیم. خب بعد بگیم آقا اگه نیاز رو اون مدایی که میری رو استودیو کار روحی روانی بکنیم که آقا مواظب باش، تو میری اونجا اون سوزت، اون نیتت، اون خلوصت نباید با هیئت فرقی بکنه. این کارو بکنی بهتره تا جریان رو ببندی و ارزش گذاری کنیم. آقا نه، اصالت بر این است، پس اون داره خطای عرفی میسازه، داره فضاهایی ایجاد میکنه که بعداً 20 سال دیگه خطرناک میشه. نه آقا از الان نگهداری محافظت بکنیم ازش، اونو نگه داریم، معایبش هم برطرف میکنیم. از این جنس اگه وارد گفتگو بشیم من به نظرم نتیجه بهتری میده. خیلی ممنونم، خیلی عالی، سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید آقای شیخی، ارادتمند، مخلص. من یک گزارش کوتاهی از صحبتایی که تا الان طرح شد خدمتتون عرض بکنم برای مرور مخاطبینم شاید خوب باشه. آقای عقابی به عنوان یه تهیه کننده حرفه‌ای کارهای موسیقایی و نماهنگ، بله، از کارهای خوبشون بسیار لذت بردیم، میشناسیم و باشون ارتباط گرفتیم. من میخواستم بگم خودشون اشاره کردن، حالا خیلی هم خوب شد که گفتن. یه در واقع آدم حرفه‌ای که خادم هیئت هم هست و ما افتخار داریم که چند سالی توی هیئت هنر امسال هم با هم توی بخشای همکاریایی داشتیم و ایشون بیرون از هیئت یه آدم حرفه‌ای داره کارشو میکنه، اما تو هیئت لباس خادمی میپوشه و فضای هیئت رو کاملا درک میکنه. میخوام بگم یه در واقع فهم مشترکی الحمدلله اینجا در میانه و به نظرم میتونه گفتگو رو بسیار گرمتر و صمیمیتر بکنه. آقای شیخی هم به عنوان یکی از خلاصه مادحین و نغمه پردازان، نگیم ناماشنا ولی اثر آشنا، یعنی شاید خیلی از آثار ایشون رو مخاطبین بشنوند بگن این مثلا کار آقای شیخی بوده و حتما آثار ایشون خیلی معروف تر از خود ایشونه. در عین حال کار رسانه‌ای هم کردن و تو فضای در واقع تولید آثار رسانه‌ای هم بودن و میتونن یه گفتگویی تو این فضا داشته باشن با فضای در واقع فرهنگی رسانه‌ای. لذا میخوام بگم کاملا یه فهم مشترکی وجود داره. آقای عقابی میگه که من متوجه اقتضاعات استودیو و هیئت هستم، اما به هر حال نیازهایی دارم. من برای مثلا چند ساعت رانندگی توی جاده رسیدن از شهرم به شهر دیگه بالاخره من یه محصول فرهنگی میخوام
و الان با مخاطبی روبرو هستم، با کودک و نوجوانی روبرو هستم که در معرض بمباران رسانه‌های مختلفه و من دستم خالیه و متوجه اقتضاعات در واقع هیئت هستم، ولی چیکار کنم؟ دستم خالیه و باید رو میزم محصول داشته باشم و معتقدم که ما تو این سال نتونستیم خواننده مذهبی آنچنان که باید و شایسته بوده بپرورونیم، داشته باشیم، بتونیم در واقع شاید مثل خیلی از کشورهای حتی نزدیک خودمون آدم‌هایی مشخصاً با این فضا خواننده های مذهبی رو بتونیم معرفی بکنیم. تو این فضا میگه من ناگزیرم برم سراغ مداها، در پاسخ به این که هیئت یک فضایی داره، فقط یک جایی برای عرضه سری کار فنی، یک کار موسیقایی یا یک کار مثلا تخصصی صرف نیست، اونجا محضر داره، حضور داره و کسی که در اون هیئت حاضر میشه نیومده یه رو پلی کنه بره، ساعت‌ها از عمرش رو صرف کرده که در یک مکانی با یه در واقع اتمسفری ارتباط بگیره. ایشون موافقن ولی میگن تعارضی نداره با اینکه مداح در این حال اونجا اون کار کرده داشته باشه، در یک جای دیگه یک کار کرده دیگه. فکر میکنم این خلاصه از گفتگوی ما بود که تا شما برسید بین بنده و آقای عقابی رد و بدل شد. میدونم شما هم نکاتی دارید و نقدهایی دارید. حالا به نظرم از همین منظر، از اینکه آیا مادحین، کسایی که در واقع دارن توی هیئت فعالیت میکنن، با یه سابقه ای، با یه پیشینه ای، یه مسیری رو طی کردن تا به این نقطه رسیدن، آیا میشه به یک باره اون رو از اون فضا جدا کرد و بگیم الان خب یه نیازی داریم، شما بیا تو تا دیروز تو هیئت میخوندی، از امروز بیا تو استودیو بخون و به خاطر اون ضرورت در واقع این جابجایی رو به آسانی انجام بدیم، یا نه شما نظر دیگه ای داریم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما. زحمت کشید آقایان عزیزم، آقای زاده دلتنگتون بودم. خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم از تأخیر. شما فرموده بودید 1:45 من برنامه‌ریزی کردم 3:30 اینجا باشم، ولی یک اتفاق عامل کلی فجایع است. دیر رسیدیم خدمت. عذرخواهم. برنامه به دی اومدن نبود. و خیلی خوشحالم بحثی که فرمودید تقریبا همه حرفا رو گفتید، فقط من شاید با یک زبان دیگه دوباره همینا رو بگم و با یکی دوتا شاید مثال. فقط قبلش بگم که این صحبت ها خیلی شده ولی بازم کمه. من دیروز خدمتتون گفتم که این موضوع دیگه خیلی نخنما شده، انقدر گفتیم، حالا برای شخص خود من جای مختلف، ولی چون انقدر باید گفته بشه تا بالاخره شنیده بشه، شاید از اون بابه که دوباره میشینیم صحبت می‌کنیم و الان مسائلی که درگیرش هستیم خیلی فراتر از اینه و بیشتر از اینه. و من مثلا حتی تو خود هیئت الان بحث موسیقی هیئت رو من خیلی قصه دارم، ای کاش خیلی بیشتر از اینا به خود موسیقی هیئت پرداخته بشه که بماند. اما این مسئله استادای عزیزم، من میخوام بگم که به شدت موافق و مخالفم که حالا باید اینو باز کنیم. دقیقاً ما نیاز به پدیده‌های فرهنگی داریم، نیاز به محصولات فرهنگی داریم، همونطور که گفتید. این محصول کجا و چجوری باید تولید بشه؟ اساساً رسالت هیئت با رسالت محصولات صوتی و بصری رسالتشون فرق میکنه و بسترشون هم فرق میکنه. من با یه مثال میزنم. ما هر دو توی سطح یک، هر دو یعنی که کلیپ ها، محصولات صوتی و تصویری و هیئت، تو سطح یک اگه بخوایم صحبت کنیم میخوایم تبلیغ کنیم دیگه، میخوایم ترویج کنیم دیگه، مبلغ دینی. تو سطح یک بله اینا هم وظیفه هن، هم رسالت هن، ولی حالا که مثالش رو عرض میکنم خدمتون، به محض اینکه میریم سطح دو دیگه عوامل صوتی و بصری جا میمونن. رسالت دومی که هیئت داره دیگه اون کلیپ نمیتونه انجام بده. اینو مداح ما واقعا باید بدونه. من یه مثال میدم، با یه مثال فکر میکنم همه چی روشن میشه. ببینید تو دوره‌های تجارت جهانی وقتی میخوان به سرمایه‌دارا یه محصولی، یه سرمایه‌گذار یه محصولی تبلیغ یاد بدن، میگن آقا تبلیغ مرتبه داره. شما میخوای تبلیغ کنی یه سری مرتبه رو باید در نظر بگیرید.
با این مثال میتونم روشنش کنم. شما شب توی شهرتون میبینید یه نور لیزر مثلا فرض کنید سبز رنگ تو آسمون شهر میچرخه، سوال ایجاد میکنه برای ذهنشون که این چیست. خیلی حال ندارن برن دنبالش، 2-3 نفرم میرن میپرسن میگن بله یه ساختمون تجاری فلان جای شهر این نور لیزر مال اونجاست، مال یه محصوله و اینو میفروشه، اینو داره. ذهن منم کنجکاو میشه، بالاخره با خونه صحبت میکنیم، یه روزی مجاب میشیم بریم این ساختمون رو سر بزنیم. وقتی که رسیدیم پای اون ساختمون، نه، وقتی که از خونه نیت کردیم که بریم ساختمون، مأموریت اون نوره تموم شد. نوره میخواست همین کارو بکنه، میخواست شما رو بیاره تا ساختمون. شما راه افتادید، مأموریت نور تمام شد، کارشو کرد. وقتی میرید اونجا میبینید پای اون ساختمون دوباره یه سری مثلا نورهایی رو، یه سری ویدئو وال تلویزیونی گذاشتن با همون مشخصات اون نور، دارن یه جنسی رو تبلیغ میکنن، میگن طبقه 5 مثلا این ساختمون تشریف بیارید فلان. شما نیت میکنید فروشگاه رو سر بزنید، طبقه 5 هم برید. به محض اینکه نیت میکنید مسئولیت و مأموریت اون ویدئو وال هم تمام شد. وقتی میرید بالا، حالا بقیهش دیگه تجاری میشه، من تا اینجاش کار دارم. وقتی میرید بالا مثلا با یه سری آقا و خانم آراسته مواجه میشید که شما رو تشویق میکنن تشریف ببرید آخر سالن، اونجا دیگه پذیرایی و توضیحات در مورد محصول و چه و چه. بعد میبینید محصول شما هیچ نه ربطی به اون نور داره، از جنس اون نوره نیست، و نه ربطی به اون مانیتور داره. مانیتور هم داره یه سری چیزای جذاب فقط برای شما تقدیم کنه، شما رو فقط بکشونه طبقه 5. وقتی که وارد اون غرفه میشید، حالا تازه میخوان شما رو اصطلاحاً پرزنته کنن، میخوان اون محصول رو برای شما توضیح بدن و اون نیاز رو در شما به وجود بیارن که آقا شما تو زندگی محصول رو نیاز داری ها، و اونجا مجاب میشی بخری. من قبول دارم که تو جامعه من یعنی جامعه کل بشری، بسیار انسان‌های مستضعف داریم، مستضعف علمی، یعنی کسایی رو داریم که اصلا هنوز هیچ نامی از حسین بن علی نشنیدن، نامی از اسلام و تشیع اینا هنوز نشنیدن. این مستضعفه، این باید یه جوری خبر بشه. کدام مرکب رو انتخاب کنم برای خبر کردن این؟ من میگم هر مرکبی میتونی انتخاب کن. یک زمان قالب دیگه، اون بسترهای مختلفی که عرض کردم باید بحث کنیم، بعداً بهش خواهم پرداخت انشالله فرصت باشه. یک بحث محتوا و فرمه. من تو بحث محتوا همشو اسلام بهم داده، خدا بهم داده، منابع هم معرفی کرده، گفته که این در واقع صامتش کتاب الله، اینم ناطقش اطرت. اونا اومدن همینا رو انجام دادن، اینا دوتا رو به چسبی رفتی گرفت. میریم توی قالب و فرم، اون وقت میاد اقلیمتون میاره وجود که اونو فعلا نگه میدارم. اینجا من میخوام بگم که مأموریتی که این مرکب ها دارن، قد یه زمانی ویدئو بود، سینماست، فیلم، کلیپ، هر محصولی که میتونی تولید کنی که بهتر صدات رو برسونه به عالم، تولید کن. این تولیدی هم که میکنی در شکل یک فرمیه، یه سری گارد ریل هایی رو اسلام دو طرفت گذاشته، یه جاده خیلی بزرگ هم برات باز کرده ها، راهت بازه، ولی یه گاردن میگه دیگه این ور اون ورتر که میری دیگه در رس مواظب باش، این ورم میخوری به صخره مواظب باش، این خیلی بازه. اینم فعلا بحثش بمونه. پس این خود این فرمه کجاها میخوریم به دیوار، این بحثش بمونه. میگه با هر ابزاری میتونی این محصول رو تولید کن و خبر کن. خبر میرسونه، شبه کلیپ، محصول فرهنگی، محصول صوتی و بصری، خب شبهه. دقیقاً چیزی که الان دیدم که اشاره هم فرمودید، آقا مهدی عزیزم اشاره، بحث حضور چیز دیگه ایه که اون رو دوباره باید با یه مثال دیگه همین الان روشن میکنم. شما تو هیئت رسالتت خیلی بالاتر از اینه. حالا اینم که بگم با مثال، بعد میریم سراغ مداح و خواننده. مثال دومم اینه، شما پهلوت درد میگیره، 2 تا پیام میدی به پرستاری، دکتری، آشنایی داری، 3-4 تا توصیه میگیری از این ور، کمکت میکنن، یه مقدار شاید تسکینت بدن، یه مقدار شاید یه نشعاتی از درمان بهت بدن،
تا یه جایی که مشخص میشه که بله آقا این پهلون که درد میکنه نمیدونم اثر چیچیه دیدی که میگه اصلا اینا رو رها کن، مال قلبته که میزنه به اینجا، میزنه به پشت کتف و فلان. میگه خب چیکار کنیم؟ میریم دنبال درمان. موقعی که مشخص میشه شما عمل قلب باز نیاز داری، میگه دیگه با SMS و دیگه با توصیه و اینا نمیشه، باید حضور پیدا کنی تو بیمارستان روی تخت، من تیغ بکشم، قلبت رو باز کنم، جراحی کنم. این حضور تو میخواد. به خاطر همینم برای ارتقاء عملی عمل میخواد. همه جا اسلام میگه که هر کس قدمی بردارد به سمت فلان، هر کس به سمت زیارت حسین قدمی بردارد، هر کس 2 رکعت فعل باید توش بیاد. صرف قول نمیتونه دیگه، نمیتونه، سنخیتش رو نداره. اون مأموریت اون نوره تا اونجا بود، کلیپ تا اینجا خبردارت میکنه، یه جذابیت برات ایجاد میکنه و تو وقتی اومدی هیئت اینجا حضورت داره کار میکنه. حضور یک سری ارواحی که دور هم جمع میشن و این هم هست. هیچ عقل مقننه‌ای قانون خودش رو زیر پا نمیگذاره. من اگر شارع هستم به عنوان خداوند باری تعالی، میام میگم آقای مثلا شیخی شما رفتی تره بار، به حق میوه دار، اون تره باری میوه رو جدا کرده، میگه اینا عالیان کیلویی 100 تومن، اینا در همه کیلویی مثلا 30 تومن. اگر شما رفتی سر این 30 تومن یا جدا کردی حرامه ها. خب میگه اگر فردی میخوای بشینی، من میشینم تو خونه شب قدر فلان، میگه 100 تومنی کن خودتو دیگه اگه میخوای جدا بشی. ولی اگر اومدی قاطی 30 تومنی ها، من صندوقی برمیدارم، من قبول میکنم. این که میگن در هم یه دل شکسته بسه، یه نفر تو اون جمع 500,000 ما و بقیه 30,000، میگه همه رو با هم در واقع متعادل کردم. هیئت رسالتش خیلی بالاتر از یه محصوله. حالا تازه مرتبه بعدی تبلیغ هم دارم. مثلا همونطوری که آقا مهدیار عزیز فرمودند و شما اشاره کردید، رفتن به هیئت شاید برای من واقعا یه جاهایی واجبه، باید برم. خب بچه من یا اون کسی که هیچ از حسین ابن علی نمیداند، اون جور گریه کردن تو و سینه زدن تو رو اصلا درک نمیکنه، کلیپه براش هیئت کاره. بعد همیه جلوتر میگه میشه حسنات الابرار سیئات، من دیگه دوباره برگردم به اون کلیپه. بعد حالا میرید یه عارف یه عالم اصلا حضورش تو هیئت حرامه براش. حالا نمیگم حرام فنی فقهی که من سر در نمیارم، اون باید توی مراحلی داره سیر میکنه. میگه من اگر بیام دوباره نمیام این پایین بشینم، ذکر اهل بیت رو کاری ندارم و ذکر اهل بیت برای اون میخوام بگم یک معنای دیگه ای داره. حضور در هیئت برای من. حالا میام سراغ مداح خواننده. من خیلی نمیخوام حد و حدود شرعی قائل بشم، شارع نیستم، فقیه نیستم، از کتب و علما و اینور شنیدیم و خوندیم، اما به لحاظ فنی میخوام بگم آقای مداح، کارکرد تو با کارکرد یک خواننده فرق میکنه. شما میگیم آره اینو یه ذره دقیق روشن بکنید. حالا الان این تا اینجا آره، منم اینا رو اومدم که ببینیم لب پامون برسه به لب آب. تازه خاموشه؟ شاید من باید خاموش کنم. ببین من همین می‌خواستم برسم به این جمله که شما میگید من در واقع مراتبی دارم، الان رسیدم به مرتبه هیئت که حضور شما میگید اونجایی که در واقع میخواید دیگه مستقیم با تیغ برم سراغ قلبت، اونجا شما یه کارکردی داری، این کارکردی تو زیر پا نذار، برو سراغ برگرد عقب، در واقع یه مرحله پایینتر نزول کن و مثلا برو تو استودیو. برسیم دقیقا سر این دعوا، اینو میخوام مشخص پاسخ بدید. حالا مقدمه خوبی هم گفتید، خیلی هم روشنگر بود، ولی الان دیگه راجع مشخصا حرف بزنیم. آره آقای عقابی میگن که دستم خالیه، میگه ندارم چیکار کنم، الان در معرض هجمه‌های رسانه‌ای محصول فرهنگی میخوام، مخاطب تشنه و نیازمند، الان روبرومه 3 ساعت دارم میرم تا فلان شهرستان، تو ماشین هیچی ندارم بذارم، دستم به هیچ جا بند نیست، الان ناچارم که بردارم ببرم اونجا. الان شما میگید یه کارکرد مهمتری اونجا هستش که باعث تضعیفش میشه. الان این دوتا در واقع نیازو که یه جوری روبرو هم قرار گرفته، یه پارادوکسی ساخته رو چجوری حلش بکنیم؟ خب دوباره بسم الله. ببینید اول دعوا اینجاست دیگه. من میگم آقای مداح، کارکرد تو همون جراح هست. خب
قبول دارم اینور من نیاز دارم. بذارید یهو به قول شما مستقیم بریم سراغ اصل دعوا. من به خیلی از عزیزانم سفارش کردم، عزیزانی که هیئت‌های بزرگ دارن، خودشون هم چهره‌ن تو بحث مداری، میگم شما میگید نداریم. ببینید نداریم از ناحیه یک مسئول فرهنگی میگم نداریم، یه بار من مخاطب عامی تو جامعه نداریم. خب دارن تولید میکنن، داره این اتفاق میفته. من اتفاقا یه نقدی به خود اینجور جلسات داشتم، نقد سازنده، یا برگزار نکنیم چند نفر میشنون صدای ما رو، یا انقدر برگزار کنیم تا شنیده بشود. اما از نگاه یک مسئول فرهنگی منظورم مسئول دولتی نیست، آقای هیئت دار، آقای فرهنگی که دستت میرسه، آقای پولدار که دست دغدغه فرهنگ و اسلام و دین و مذهب و مکتب داری، نداریم تولید کنیم. من میگم تولید کنیم یعنی چی تولید کنیم؟ یعنی میگم آقای هیئت فلان، شما این تشکیلات رو داری، در کنار تشکیلاتت این نیاز و یا این فهم و از رسانه داشته باش که یه استودیو ضبط صدا، ضبط تصویر اگر میتونی تهیه کن، ذیل خودت خواننده درست کن. چرا خودت میری میشینی تو این جایگاه؟ خودت که میری میشینی تو این جایگاه 2-3 تا حرف درست میشه، یعنی کسی نیست. یا مردم صدای منو میخوان، مردم اگر صدای تو رو میخوان، صدات از تو هیئت بلند شده. ما چون تولید نکردیم میگیم خب بله وقتی تولید نکردیم نیست، پس فلانی خودت بیا بخون. من میگم هیئت میتونه مثل خیلی از واحدهایی که داره، خیلی از هیئت‌ها الان آشپزخانه آنچنانی دارن. خب آیا احساس نیازت نرسیده به اینکه یک واحد تولید صوت و تصویر داشته باشی؟ کسایی که دارن برای هیئت تولید میکنن شعر و نغمه و ملودی و محتوا رو، الان نیاز نمیبینم برای محصولات صوتی بصریم محتوا تولید بشه؟ آقای شیخی تو نوحه میگی، نوحه بگو، برای گروه های سرود هم یه جوری دیگه ای بساز، برای کسی که میخواد استودیو بخونه یه جوری دیگه ای بساز. میشود، من میگم میشود. حالا یه 2 قدم فقط برگردم عقب. یه بار هست همه این بحث ها درون هیئتی بحث میشه. ببینید بعضی وقتا بعضی بحث هایی که درون هیئت میشه نه شرعی ها ولی خیلی فنی، حلال و حرام میبینی هیئت ها تعیین میکنن. آقا باید بشود، اون میگه نباید بشود. اگر بیایم بیرون از هیئت، یعنی فرض کنید اصلا مقوله هیئتی نبود، خب فرض کنید مقوله هیئتی نبود، من میخواهم بخوانم، انشاد کنم برای اهل بیت، میاد میگه خب فرم تو تعیین کن. فرم، حالا هیئت داریم، استودیو داریم فلان. ببینید جامعه ما علیرضا افتخاری میخواد یا نمیخواد؟ میخواهد، با قالب خودش، با فرم خودش. محسن چاوشی میخواد یا نمیخواد؟ میگه میخواهم، با فرم خودش. بعد مهدی رسولی میخواد یا نمیخواد؟ میخواهد، با فرم فرم و قالب خودش. حالا اینجا بحث‌های فقهی رو ما میتونیم اینجوری مطرح کنیم اگر بخوایم فقه. آیا اگر کلیپ صوتی از مهدی رسولی ببینیم به چند شکل میتونه بیاد بیرون؟ یه بار مهدی رسولی داره تو هیئتش، چون مثال مهدی رسولی چون از دوستان میترسم، دوست دارم چون از دوستامه و خیلی حالا داره تو مسیر میبینه. من میگم که یه بار هست مهدی رسولی مثلا آقای وحیدزاده تو هیئتش میخونه، یه مؤسسه، یه شخصی، یه کسی میاد اون صوت رو، اون کارکرد خودش رو رفته اون. ببینید یه بار هست شما عمل جراحی قلب رو داری انجام میدی، داری کارتو میکنی، من میام از عمل قلب شما یک فیلم میگیرم فلان، اینو تبلیغ میکنم، این صدای میره، خوبم شنیده میشه، ولی قبول دارم که کارکرد اونو نداره. اون کسی که خیلی مثال کوچیک، کلیپ های صوتی و تصویری خیلی خوبن، خیلی خوب منجر به تغییر حال آدم میشن و کلیپ میندازن. ممکنه تو رو برداره میگی که این کلیپ حال منو عوض کرد، ولی تو همین مسیر 40 که الان تو ایامش هستیم، ما یه جای زیارت 40 خوندیم، یه روزه خوندیم، طرف اومد حدود 45-50 ساله گفت مسیر 30 ساله منو عوض کردی، مسیر عوض کردی. بعد این جملهش برام جالب بود که گفت خودت هم نمیدونی چی کار کردی، من اونجا جراحی کردم فلان، اینم خود این بالا اون نفس اهل بیت که میاد بر اساس حضور تو داره یک اتفاقی رو خلق میکنه. حالا اون کلیپه چی کار کرده؟ خبرت کرده که یه همچین جایی هست شما میتونی بری اونجا درمان کنی. تازه درمان
کوچکترین مرحله که میگیم کوچکترین رسالتی که یک هیئت میتونه داشته باشه، زنده میکنه. یه مثال دیگه بزنم، دریا رو شما تصور کن، اون تراوتی که بهت میده، آب با اون عظمت، اصلا معنا و وسعت بی انتهایی دریا که ساعت ها میتونی کنار این باشی و فقط ببینی و لذت ببری و فهم کنی ازش. تازه حالا برو تو آب، شنا کردن، خیس شدن تنت و عجین شدن با آب دریا. تازه بعد از اینها ما همه فکر میکنیم که خیلی تو دنیا عجایب دیدیم. توی جوشن کبیر میخونیم یا من فی البحر عجایبو. بابا این کره خاکی که ما میگیم کره خاکی، بیشتر باید بگیم کره آبی. از دوربینی کره آبه، 3/4 آب، 1/4 خشکی زده بیرون. پس تو دریا خیلی عجیبه. ولی همین دریا رو، من این دریا رو اگر بگیرم هیئت که شما توش میتونی بری غواصی کنی، عجایب ببینی، مروارید صید کنی، چه و چه و چه و چه، هیچی کمترینشونه که کنار ساحل بشین لذت ببری. اگر همینو برات قاب بگیرم، فیلمشو بگیرم، به قول فیلم سازا مثلا میگفت چه کلوزآپشو بگیرم، چه لانگ شات بگیرم، هر جوری میگیرم یه تصویر میده. اینو چند دقیقه میتونی ببینی و خسته نشی و برات تکراری نشه. اونس میگیری ها، اونس میگیری به شرط این که به قول خود ابی عبدالله علیه السلام که فرمود انا قتیل العبره، نه فرمود انا قتیل الدمعه. دم هم اشکه، عبره هم اشکه. میگه عبره اشکی که عبورت میده، میبرتت از یه جایی به جایی. من میگم کلیپ ها باید باشد عبورت میده از یه نقطه به این نقطه، هیئت از یک نقطه به یک نقطه، مأموریت هاشون فرق میکنه. آقای مداح به لحاظ اگر بیام بیرون از هیئت میخوای بری بخونی، خب برو بخون، محصول خیلی هم نیاز داریم. فقط اینو بدون، کارکرد مداح با کارکرد خواننده دو چیز است. من اصلا نمیخوام این کار کنم. بعضی جا هم میگن که آقا فلانی مخالف استودیو خوانی، من میگم مخالف نیستم، به شدت محصولات استودیویی نیاز داریم، اما کی بخواند، با چه شأنیتی بخواند، کی بخواند. امام باقر علیه السلام طبق روایت فرموده که خدا رو شکر که در امت ما کسانی رو قرار داد که یمدحنا و یرثیلنا. مقام مرثیه خان رو حتی از مدح خان جدا کرده. مرثیه خان یه مرتبه‌ای داره، روضه یه مرتبه. تازه ما تو هیئت هم وقتی نقد میکنیم میگیم که هیئت باید جوری باشد که منجر به تغییر رفتار انسان بشود، نه تغییر حال صرفا. اون تغییر رفتار، تغییر حال هم توش هست. ما چرا الان گله داریم از بعضی جاها، بعضی هیئت‌ها؟ میگیم فقط حال جوونا رو عوض میکنید، حالش خوب میشه، میاد بیرون، میگیم خب پس چرا رفتارت عوض نشد؟ معصوم دنبال اینه، رفتارتو من باید عوض کنم. چیزی که الان داره تو اربعین خود به خود اتفاق میفته، دارم به یه سبکی میرسم، دارم نگاهم عوض میشه، میشه اینجوری بود. ولی برم حال کنم، اون کلیپ حال بهت میده. نمیگم اصلا نمیخوام، استثناء خیلی داره. کلیپ ممکنه یهو نگاه منو عوض کنه، ولی تو قدم ور نداریم. اون قدم برداشتن تو هیئت اتفاق میفته. و مداح عبا مینداخت، مداح ادامه لباس پیغمبر بود و باید باشد. مداح کارکردش اینه. من میگم خواننده تربیت کنیم برای اینجا. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم. بحث به یه جای خوبی رسید. از همینجا میخوام گریز بزنم به در واقع حوزه‌ای که شاید آقای دکتر بلیغ یه مقدار بیشتر توی این موضوع کار کردن. این چند وقتم خیلی با هم گفتگو کردیم تو پژوهشکده راجع به این موضوع. واقعا ابعاد مختلفی داره دیگه این مسئله، هم به لحاظ فنی، هم به لحاظ در واقع فرهنگی اجتماعی به نظرم میشه بهش نگاه کرد. یه مسئله آقای دکتر بلیغ، مسئله سلبریتیه. ما یه پدیده مدرنی داریم، پدیده جدیدی داریم به اسم سلبریتی، مثل خیلی از پدیده‌های دیگه که باهاش درگیریم و ازش ناگزیریم، مثل خیلی از مسائلی که مال عالم تجدده و بالاخره ما داریم به حرکت میکنیم به این سمت، گریزی از مواجهه با پدیده‌های عالم مدرن نداریم. یکیش هم مسئله سلبریتی گریه. توی پژوهشکده ما خیلی راجع به موضوع کار کردیم، چند عنوان کتاب به مسئله شهرت در پژوهشکده پرداخته شده و خب گروه رسانه ما هم خیلی فعال، شما هم تأملاتی راجع به موضوع داشتید. خب سلبریتی یه اقتضاعاتی داره دیگه، یعنی کسی که میرسه به یه سطحی که با فرهنگ شهرت، با اون اقتضاعات عالم مدرن خودش در واقع پیش میاد
و ارتباطی که با مخاطب میگیره یک چیزه، اون مثلا محبوبیت و اون الگویی که ما قبل از این مثلا توی سنت خودمون داشتیم، توی پیشینه فرهنگیمون داشتیم، مثلا یه چیز دیگه است، یه تفاوت‌های دیگه ای میکنه. خیلی هم این سالا درگیر بودیم که چجوری میتونیم این در واقع محبوبیت و شهرت رو، حسن شهرت رو در واقع و اون سلامت نفسانی و سلامت شخصیتی رو با هم جمع بکنیم. یه وقتی دچار آفاتی شدیم، چهره‌هایی داشتیم که با پدیده شهرت از دست رفتن، چهره‌هایی داشتیم که تونستن الگوی خوبی برای در واقع جوانان ما باشن، هنوزم باش درگیریم. یکی از مسئله ها اینه که در واقع مداح که از خیلی از آفات سلبریتی هم دور نیست، ولی بالاخره یه سلوکی داره. استاد دیده توی در واقع هیئت نفس زده، از نوجوانی پیش آمده، توی در واقع در محضر مخاطبی حضور داشته، ارتباط دو سویه گرفته، مرحله به مرحله طی کرده تا رسیده به این جایگاهی که هنوزم در واقع خیلی قابل تحمل و گاهی شکننده است، ولی بالاخره سیری داشته تا رسیده به اینجا. شما به یک باره اینو مثلا از توی هیئت برمی‌دارید میذارید توی استودیو با اون بعد رسانه‌ای که داره و اون گستره شهرت که براش میتونه به همراه بیاره و اینو نزدیک میکنی به مسئله سلبریتیسم. و خب خیلی از اون مخاطرات، فرصت‌ها و تهدیدهایی که تو اونجا داریم یه دفعه بار میشه بر پدیده‌ای که نمیدونیم اصلا زمینه‌شو داشته یا نه، اصلا برای چیز دیگه آماده شده، برای چیز دیگه ساخته شده. دفعه شما چیزی رو براش حمل میکنی که شاید زمینش فراهم نبوده. از طرف نیازهایی هستش که بهش اشاره شد و آقای عقابی به درستی روش تاکید کردن، حتی آقای شیخی هم از جنبه‌های پذیرفتن. ما چیکار بکنیم که به اون نیازها بتونیم پاسخ بدیم، از طرفی هم با این بحران‌ها بتونیم درست روبرو بشیم. نظر شما چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دعوتتون به این جلسه و استفاده کردم از فرمایشات دوستان. واقعش من اولا اینکه فکر میکردم که احتمالاً باید تضاد بیشتری رو در آراء تجربه کنیم، ولی خب اینقدر هم تضاد ویژه‌ای وجود نداشت. این خب یه محاسنی داره، یه معایبی هم داره. خب از جمله محاسنش اینه که خب احتمالاً گفتگو با همدیگه راحت تر میشه برای رسیدن به این نقطه مشترکی، ولی خب جز معایبش هم اینه که شاید ممکنه بعضی جاها با تسامح از کنار یه سری نکات تیزی که ممکنه این حلاجی ما نسبت به موضوع رو دقیق تر بکنه عبور بکنیم. من چند تا موضوع مختلف حالا از قبل چیزایی تو ذهنم بود و در حین جلسه هم چیزهایی به ذهنم رسید که عرض بکنم. حالا دو سه تا محورش رو میگم، هر کدوم رو که حالا رسیدیم به تناسب وقت، خاصه ناظر به این بحثی که شما الان مطرح کردید، من سعی میکنم که حالا طرح بحثم رو داشته باشم. یه بحثش ببینید، یه بحث راجع به خود موقع و مقام موسیقی هستن در هیئت. این که خب الان ما داریم این حالا موسیقی و شعر مثلا بگیم که همون عناصری هستند که به یه نحوی در این آثار استودیویی هم نقش اول رو اونا ایفا میکنن به عنوان اون عنصر جذابی که قراره به قول آقای شیخی کار کرده اون تبلیغ یا اون نور سبز رو بازی بکنن که مخاطب رو به سمت خودش جلب بکنه. یه بحث دیگه راجع به خود هیئت به مثابه یه جور نحوه زیستنه. ببینید الان در تقابلی که داره صورت میگیره بین یا حالا این مناقشه‌ای که وجود داره بین مثلا مداحی در هیئت و مداحی استودیویی، گویی که همه چیزی که در هیئت همون اتفاقی که داره در اون اثر خونده میشه که حالا اینو بکنیمش مثلا استودیویی چه فرقی میکنه با اون؟ می‌بینید مثل ایمون، یعنی اگه تمیزتر میشه. آره، و حتی اصلا ممکن شما خیلی رادیکال تر اصلا این قضیه رو ببینید. اصلا میگه آقا خب کسی که میتونه مثلا یه مثال دیگه بزنم، آقا کسی که میتونه الان بزنه مثلا شبکه کربلا حرم امام حسین رو ببینه چه نیازی داره بره اونجا؟
اگه قرار باشه اینجوری باشه خب اصلا تو نیازی نداری بری اونجا، که همینجا نشستی داری سلامت هم میدی. اون بحث حضوری که شما گفتی که به نظرم در اون نحوه زیستن اون حضور هم درک میشه، که بخشیش خب یا مثلا اون گرماگرمش اون لحظه‌ایه که مثلا مداح داره میخونه، روزه میخونه یا نوحه میخونه یا مدح میکنه به هر شکلی، ولی تمام این یه پیوستاریه که از نقطه مثلا همین هیئت هنری که شما الان توش به عنوان خادم سعیم هستید، برپا کردن اون هیئت، اومدن اون آدم ها، نقش پذیرفتنشون در ارکان مختلف هیئت، همه اینا در خدمت اینه که اون آدم در نهایت بیاد این روزه رو بخونه. خب ولی اگر که مثلا شما بگی آقا یه نفر اینجا وایسونیم بگیم بخون، هیچ خدم و حشم و نمیدونم سیاهی و بیرق و ارکانی هم وجود نداره، اون نحوه زیستی که داره میگی مثلا شکل میگیره. خب یه سوال بوغرنجی که البته اینجا این وسط وجود داره که اون نکته شاید بگم سوم تو این بحث و شاید مناقشه اصلی هم از جهاتی به همین برگرده، اینه که مثلا شما فرض کنید از زاویه این مثل به قضیه نگاه بکنی که میگه آقا بعد منزل نبود در سفر روحانی. خب اینو کی باید بگه؟ یه موقعی هست شما این رو میگید، به قول آقای شیخی اشاره کردن، خب مثلا ممکنه یه عارف دلسوخته این حرف رو بزنه که حالا در اون مقام در موقعیتی در نسبت مثلا با ائمه معصومین قرار گرفته یا در نسبت با سید الشهدا قرار گرفته، که اگه مثلا فرض کنید یادمه که نقلی میکردن در مورد علامه امینی میگفتن ایشون تو نجف ساکن بود، شایع شده بود میگفتن ایشون اصلا زیارت نمیره. گفت آقا این چه عالمیه که مثلا خودش مرید امیرالمومنین زیارت هم نمیره. بعد این به گوش خانم ایشون میرسه، ایشون خانمش شکوه میکنه به ایشون که آقا مردم دارن در مورد اینو میگن که اینجوریه. حالا یادم نمیاد چیز دیگه همین وسط رد و بدل میشه یا نه، ولی علامه برای اینکه اثبات بکنه که آقا اینجوری نیست، همونجا بلند میشه رو به از توی اتاق سلام میکنه به حضرت و جوابش رو خانمش میشنوه. میگه من اگه اینجا نشستم دارم این کارو میکنم برای اینکه حقانیت اون آقا رو اثبات بکنم، اینجا دارم تمام وقتمو میذارم برای این کار، در محضر هستم، اصطلاح بله در محضر هستم، نیازی ندارم که الان. ولی آیا آدم ها مراتب مختلفی ندارن؟ یعنی مثلا ببین این نحو طرح مسئله که بگی بعد منزل رو پس مثلا با مدعای استودیویی میشه کار کرده، هیئت رو جبران کرد، این باعث میشه که اون چیزی که ما اونجا اسمشو در مقام اون مثلا فرد سالک یا عارفی مثلا ممکنه یا عالمی بذاریم بگیم آقا خب ایشون در محضر هست، خب این محضر که برای همه به اتفاق نمیافته، اون محضر ممکنه در مقام یک مدعای استودیویی تبدیل بشه به مصرف. یعنی شما یه چیزی رو مصرف میکنیم ولی حالا ممکنه یه حالی هم به دست بده، ممکنه هم نده، اصلا ممکنه فقط تکرارش بکنه، ولی به تعبیری که ایشون فرمودن منجر به فعلی، منجر به حرکتی، منجر به عملی، منجر به تغییری در انسان نشه. البته میگم اونجاییش که خیلی بحرانی مناقشه برانگیزه، خب در مورد خود ممکنه کسی بره زیارت خود سید الشهدا این اتفاق براش نیفته نهایتاً. ولی به هر حال میخوام بگم که ببینید در خود دین هم یک مسیری طراحی شده دیگه. شما میگی شریعت، طریقت، حقیقت. به هر حال خود این دین یک شارعی بنا کرده، میگه آقا یک مسیری رو باید طی بکنی تا به اونجا برسی. مناسکی هم که ما مثلا داریم توی هیئت تجربه میکنیم، مناسکی هست که برای رسیدن به اون حقیقت شکل گرفته اساسا، یعنی یک حقیقتی جلوه کرده، تجلی کرده، انسان‌ها با اون معنا درگیر شدن، حول اون معنا نقلی، روایتی شکل گرفته و بعد مناسکی از نمیدونم از سینه زنیش بگیرید تا نوحه خونیش و روزه خونیش و تعزیه‌اش و غیره و غیره. همه این اتفاق افتاده. خطری که اینجا ممکنه ما رو تحت بیاره که اصلا خطر در مورد هیئت هم نیست، اصلا این چیزیه که اصلا تو خود دوره مدرن هم متفکرای دوره مدرن هم اینو طرح کردن. همین مکتب فرانکفورتیایی که ما مثلا باهاشون درگیریم، بحث حاله اثر هنری چیه؟ بحث اینه که آقا اثر هنری وقتی در محضرش هستی ممکنه به تو اون معنا رو منتقل بکنه. وقتی اینو تکثیرش کردی، تبدیلش کردی به یه چیزی که همه جا میشه کپیش کرد و پخشش کرد، اون محضری که باید داشته باشه رو دیگه به شما نمیده.
فلذا این نکته‌ای هم که مثلا ما خودمون داریم که آقا یه ایام اللهی داریم، به هر حال ما یه زمانها و مکانهای مقدسی داریم که به نحو نامتقارنی شرایطشون با شرایط زمانها و مکانهای دیگه متفاوته. مثل همین اتفاقی که الان در پیاده روی اربعین میفته. در پیاده روی اربعین خب ما میتونیم بگیم آقا همین مثالی که اول زدم، بشینیم اینجا سلام بدیم به موسی، برای چی باید راه بیفتیم بریم؟ این سلوکی که شما داری انجام میدی خودش بخشی از اون اتفاقیه که برات میفته. حالا در مقایسه بین مداحی استودیویی و مداحی، من یه تجربه‌ای داشتیم این مدت، یه یادداشتی هم همون موقع به بهانه یکی از دوستان گفتن که بنویسید راجبش نوشتیم. قبل از اینکه جشن قدیر اتفاق بیفته جشن میدون خراسان بود. خب اتفاقی که اونجا افتاد این بود که همین مادحین عزیزی که این مداحی‌های استودیویی رو تولید میکنن اونجا هم اومدن روی سن وایسادن و حاضر بودن در جلسه. منتها خب نکته‌ای که وجود داشت که برای من یه ذره تعجب برانگیز بود این بود، ببینید شما همه اون کارا رو دارید انجام میدید تو مداحی استودیویی که در تعبیر دوستانم بود، البته اون مداحی استودیویی در مقام دعوت به هیئته و اگر قرار باشه که شما که حالا آدماتو دعوت کردی اومدن در محضرتون نشستن، حالا دوباره پلی بکت اونجا پخش بشه 10 باره، بعد خودت وایسادی اون بالا داری همه رو نگاه میکنی، خب چه معنی داره؟ اصلا مداح بخشی از کاری که داره میکنه که شاید او رو از خواننده به یه معنا، خواننده‌ای که کاری رو آماده میکنه از پیش و میاد توی اون جلسه قرار میگه، اینه که مداح یک بدبستون و یک رفت و آمد و یک گفتگوی احوالی با مخاطب خودش داره و از یه طرفی یه گفتگویی با اون کسی که داره در موردش صحبت میکنه، در مورد سید الشهدا که داره صحبت میکنه، اون مداح هر چقدر که احوالی در نسبت با خود حضرت داشته باشه اونو به جمع هم منتقل میکنه و هر چقدر که از جمع حس بگیره دوباره اینو برمیگردونه بهشون. خب یعنی یک بداهگی در خود هیئت هست در لحظه روزه خواندن و در لحظه که البته ممکنه در هنرهای دیگه هم اتفاق بیفته. اصلا هنر در لحظه بداهگیش خلق میشه، بقیهش که دیگه تکرار اونه. شما میکنی یه کاری رو ممکنه یه نفر بسازه، بعدا ممکنه همون کار رو تکرار بکنه، ولی معلوم نیست بعدیایی که تکرار همون کار عین همون اولیه بشه. تو اون لحظه یک حالی دست داده و این تو اون اثر ماندگار شده البته. خب فلذا میخوام بگم که آقا اون تجربه حضوری که داره در هیئت اتفاق میفته با مداحی استودیویی به دست نمیاد. ضمن این که حالا یه اشاره هم به اون وجه موسیقایش بکنم، من میپذیرم که مداحی استودیویی رو در مقام دعوت به استقبالش بریم. منتها یه نکته‌ای رو که در بحثایی که مناقشاتی که تو این چند وقت در مورد همین مداحی استودیویی هم مطرح بود شنیدم، فکر میکنم آقای زنگنه اینو گفته بود، آقا مهدی زنگنه اینو مطرح کرده بود که به نظرم درست بود. این اشکال البته به مداحی استودیویی برنمیگرده، به خود هیئت هم برمیگرده. اونم اینه که شما به موسیقی به عنوان عنصر جذاب، حالا البته مثلا جنبه‌های بصری هم تو این کارهای استودیویی داره به خدمت میاد دیگه، اونا هم خودش یه جاذبه‌ایه، ولی اون عنصر موسیقایی که چون مثلا شما به قول آقای عقابی مثلا این کارا رو که تو ماشین وقتی میخوای گوش بدی که دیگه تصویر نداره که اون صوته داره پخش میشه دیگه، حالا با یه ملودی و خاص که مثلا ممکنه تو هیئت اون ملودی رو نداشته باشی با ساز، ولی اینجا داره سازم اضافه میشه به این کار. من خیلی حالا مناقشه‌ای سر استفاده از سازش تو کار استودیویی ندارم، چون به نظر من هیچ فرقی بین آواز و ساز از این جهت وجود نداره اینجا. ولی میخوام بگم که با این که به نظر بنده واقعه عاشورا و مراسم عزای سید الشهدا در فرهنگ ما انقدر قابلیت و عمق داره که میتواند برای هنر تمام هنرهای ما نقطه سفارش باشه. اما چیزی اونها رو به اوج برسونه. من الان مثلا یه ژانری که خودم دارم فکر می‌کنم اینه که آقا مثلا فرض کنید در خود عزای سید الشهدا پیاده روی اربعین میتواند خودش مستقلاً یه ژانری باشه برای خلق آثار هنری که در عزای در هیئت اتفاق نمیفته، اون در اونجا اتفاق میفته. میخوام بگم این قابلیت اونجا هست و یه نقطه یک معنای عمیقی اینجا در میانه که هنرم اتفاقا همیشه به استقبال این معانی میره و این معانی رو میخواد دریابه. خب شما اون رو
ولی مثلا اتفاقی که تو هیئات ما یا در مورد همین چند سالی هم که در پیاده روی اربعین هم تجربه کردیم، علیرغم که خب آثاری هم بوده، ولی به بعضی از این مؤلفه هایی که میتوانند به درستی، یعنی هنرهایی که میتوانند به درستی به خدمت این کار در بیان، یه مقداری بی التفاتی وجود داره و این اتفاقا باعث و این چیزش کجاست؟ اشکالش کجاست؟ اشکالش اینجاییه که به همین هیئت، به همین مراسم عزاداری ما وقتی نگاه میکنیم مثلا در نسبتش با موسیقی، اصلا از دوره صفویه به این طرف و حتی قبلتر از اون از آل بویه هم هست، ولی تو صفویه خیلی دیگه پررنگ‌تر میشه. همه اون چیزی که موسیقی ایرانی رو نگه میداره آیین‌های عزاداری، اصلا در بیرون از اون چیزی باقی. الان اگه اینو از خود بزرگان موسیقی اینو نقل میکنن، میگن آقا اگه مثلا این نوحه خونا نبودن، این درویشای دوره‌گرد نبودن، تعزیه خونا نبودن، نمیدونم چاووشی خونا نبودن، چیزی از موسیقی ما به دست ما نمیرسید. ولی این موسیقی رو شما توی همین هیئتی که الان داریم، نمیگم من موافق حالا یه تعریضی هم به حرف آقای مطیع بزنم که میگفتش که آقا مثلا این مثل میراث فرهنگی مونه. بله میراث هست، ولی میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که بگیم که آقا خب چون مثلا مسجد شیخ لطف الله میراث ماست، پس همه مسجدهای بعدی باید شبیه مسجد شیخ لطف الله باشه. معنی معاصرت اصلا از دست میره. ولی از اون طرف اگر شما بخوای بی التفات به اون میراث هر موسیقی رو تو هیئت را بدی، بگی آقا خب مثلا حالا هرچی اون فلان خواننده هم اومد خوند، اونم اومد خوند، ما همینو برمی‌داریم یه شعر دیگه میذاریم روش، این میشه موسیقی هیئت. نه دیگه، اینجا داری تو از جای دیگه ای سفارش میگیری. موسیقی اینجا و هر هنر دیگه‌ای که در هیئت داره به کار گرفته میشه، ابزار صرف نیست که فکر کنی آقا ما شعر رو سوارش میکنیم حالا هر جا میخواد میره. یه جایی اصلا موسیقی در تناقض با شعره به لحاظ معنایی. یعنی میخوام بگم اگر ما به این توجه داریم که هیئت در کلیت خودش به عنوان یک میراث باید حفظ بشه، عناصری هم که در داخل هیئت دارن به کار گرفته میشن باید نسبتی با اون میراث ما داشته باشن. این خودش در مقوله هیئت دچار ضعف. خب طبعا به طریق اولا در ماده استودیویی هم همین ضعف وجود داره. مثلا حرفی که آقای زنگنه زده بود همین بود، میگفت آقا تو ماده استودیویی شما داری استاندارد موسیقی رو دور میزنی. یعنی شما فکر میکنه خب چون نمیرن مجوز بگیرن به عنوان خواننده، که میره ماده استودیویی میکنه. البته این خلایی هم که آقای عقابی بهش اشاره کردن واقعا وجود داره. یعنی ما خواننده مذهبی خونی که بخواد مضامین مثلا دینی رو یا مذهبی رو بخواند کم داریم. حالا نه اینکه نداریم، ولی کمن. و به ناچار این اتفاق ممکنه بیافته که یک انتقالی از فضای هیئت به این ماده استودیویی اتفاق بیفته. ولی باید حواسمون باشه در هر دوتا اینا یه ضعفی وجود داره. اون ضعف هم اینه که اون عناصری که باید در عناصر هنری که در خدمت هیئتند از معانی برآمده از عمق خود هیئت سفارش بعضی موقع نمیپذیرن و خیلی این الان بارز شده و باعث شده که مثلا فرض کن الان حتی اتفاقی که میفته اینه، الان شما برو به یه موزیسین بگو آقا این موسیقی، الان این چیزی که تو هیئت این اسمش موسیقیه، غالبا خیلی اعتنا اینجوری نمی‌کنم به این بگم، در صورتی که خب مثلا ممکنه حاج حسن خلجم که مثلا مثال زدن خب اینم داره ماهور میخونه اونم داره ماهور میخونه دیگه، چه فرقی، اونم داره این دشتی میخونه اونم دشتی میخونه. ولی یک مناسباتی یعنی بین اون موسیقی و اون اتمسفر کلی هیئت وجود داره که باعث شده این شکافا بیفته و یه مقداری هم شاید بعضی ماده های ما رو از مثلا دانش موسیقایی دور کرده. الان کم داریم ماده‌ای که موسیقی رو خوب بفهمه. شما حساب مثلا حاج حسن خلج و نمیدونم حاج محمود کریمی یا بعضی ماده‌های پیرغلامایی که قدیم‌تر بودن و موسیقی رو مسلط بودن یا تعزیه خونا خصوصا که بلد رو جدا کنید، بقیه واقعا موسیقی بلد نیستن. خیلی ممنونم. تشکر از توضیحات خوبی که آقای دکتر بلیغ دادن و جوانب مختلف موضوع توجهی داشتن. فکر می‌کنم دیگه نوبت آخر گفتگومونه و حالا زمانمون هم فکر کنم به یه دور دیگه در واقع بسنده کنه. احتمالاً از گفتگوهایی که طرح شد آقای عقابی نکاتی رو دارن که میخوان مطرح کنن، ولی من یه سوالم اگه اجازه است بپرسم و دیگه در خدمت شما به عنوان فراز آخر صحبتاتون باشیم. یه
داستان معروفی وجود داشت که میگفت کسی خوابی دید، پادشاهی خوابی دید، پیش 2 معبر رفت و گفت مثلا من همچین چیزی شب گذشته بر من گذشت که میگه آقا که همه اقوامم بعد از من من بعد از همه اقوام از دنیا میرم و اون 2 جور تعبیر کردن. یکی میگه آقا عمر تو مثلا طولانی میشه، فکر کنم بعد تعریف کردم ماجرا رو. یکی میگه عمر تو از همه بیشتر میشه، که میگه آقا تو شاهد در واقع مرگ همه عزیزانتی، و هر دو هم یه چیز رو تعریف کردن. الان یه گفتگویی شکل گرفت اینجا که اگر آقای دکتر مطیع حاضر بودن و من این سوال رو میپرسیدم با عنوان مخالفت و موافقت، فکر کنم آقای عقابی و آقای مطیع هر دو این جواب رو میدادن، در واقع این خواب رو به 2 شکل مختلف تعبیر میکردن. آقای دکتر مطیع توی نقدی که داشتن میگن که ما یه مسیری رو طی کردیم، رسیدیم به یه چیزی به اسم مداح. آقای مدیر فرهنگی کمکاری خودتو اینجا نیا پر بکن و دست کن، حاضر آماده پخته خاری کن، این مداح از اون هیئت بکش بیرون، تبدیلش کن به خواننده، برو زحمت بکش خودت خواننده تولید بکن. این حرفی بود که آقای مطیع، حالا من ساده کردم بیان ایشون، خیلی ساده تر کردم، و به عنوان مخالفت با پدیده مداحی در استودیو مطرح می‌کردن. آقای عقابی بنا به یه دغدغه‌ای و یه احساس نیازی کاملا به عنوان موافق همین رو از جهت دیگه‌ای طرح میکنن. میگن من یه نیازی دارم روی زمین و چاره‌ای ندارم، دستم خالیه، باید برم از همین استفاده کنم. آقای مداح پاشو بیا تو استودیو، کارم مونده زمین. یعنی در واقع همین حرفو از 2 جهت 2 نفر به 2 شکل مختلف دارن میزنن و نشون میده که ابعاد و پیچیدگی‌های خاصی داره مسئله دیگه. اگه من این سوالو طرح می‌کردم به عنوان موافق آقای مطیع یه چیزی میگفت، به عنوان مخالف و به عنوان موافق آقای عقابی یه چیز دیگه. ببین مسئله همینه که از چه زاویه‌ای بهش نگاه بکنیم. عرض آخر رو بگم و شنونده فرمایشات شما باشیم. گفتیم که هر کدوم از این اقتضاعات خاص خودشو داره. خوانندگی و اجرا به عنوان مثلا آهنگ یا نماهنگ اقتضاعاتی داره، اون حضور و محضری که عزیزانم اشاره کردن اقتضاعاتی داره که باید توجه بکنیم. گاهی جهت مهمه، یعنی گاهی میگیم این بهانه‌ای برای رسیدن به اونه. ما این خوانندگی رو، این اجرای در واقع رسانه‌ای رو داریم که مخاطبم رو، اون نوجوانم رو، اون کسی که در معرض محصولات مختلفه رو دعوت بکنم به یه جای دیگه. اینو میشنوه که پاشه بیاد هیئت. یه موقع اینه، خب احتمالاً مواجهمون اصلا یه چیز دیگه است. یه موقع نه، یه خطریه که میگیم نه، برعکسه، اون قرار نیست دعوت بکنه به این، گویی نقطه عزیمت از جایی به جای دیگه است. گویی او بعد از شنیدن این محصولات و اینطور رسانه ها به جای هیئت داره میره به سمت دیگه، یعنی داره ذائقه‌اش به سمت دیگه عوض میشه و من نمیدونم کدوم اتفاق داره میفته. این پدیده رو داریم، ولی خیلی از خانواده‌ها بعضن از این به عنوان فرصت استفاده میکنن. خیلی نگرانن، میگن که آقا بچه‌های ما با عادت کردن به شنیدن این محصولات، من احساس میکنم مثلا داره ذائقه‌شون عوض میشه و مسیرشون داره عوض دیگه، من تو هیئت پیداشون نمیکنم، بعد برم جای دیگه دنبالشون بگردم. چیکار کنیم با این جهتگیری؟ یعنی از این زاویه نگاه بکنید فرصت، از این زاویه نگاه بکنید تهدیده. مسئله انگار یه پیچیدگی‌هایی داره. برام میذاره توضیح بدید به عنوان یکی از کسایی که دست اندر کارن و تولید کنندن و کارهای خوب شما رو ما دیدیم و چیکار کنیم با کارتون های عقابی. ببین من از انقدر سوال طولانی، اول سوال یادم میره، تا به تشکیل میرسه اولش از همین نکته که آقای میثم مطیع فرمودن. خب من به عنوان کسی که دارم کار فرهنگی کف جامعه برای مخاطب نوجوان دارم انجام میدم، میگم که یک ویروس کرونایی تو این نوجوانا هست که هر چه زودتر باید واکسنش تزریق بشه. خب دارم میبینم، به عناوین مختلف مثال میتونم بزنم، نمیزنم. بعد تو این موقعیت که من دارم تفسیر اینجوری مسئله رو مطرح میکنم، یه بزرگواری بیاد بگه که آقا به ما چه، برید آیین مدیر فرهنگی برای این ویروستون کار بکنید. خب من یک ویژگی دارم، یک استعدادی دارم، یک تفضلی هم امام حسین بهم داشته، یک توانمندی رو ایجاد پیدا شده، کاری هم برات نمیکنم، برو خواننده مذهبی تولید کن. خب من اساسا میگم که خب این نقض قراضه، اصلا رو اون اصالتی که به خودشون جسارتا آقایون مداح دارن میدن که ما تافته جون، من مداح از نظر من کسی است که بلد است بخواند و مدح امیرالمومنین میگوید، مدح امام حسین میگوید، مرثیه این بزرگواران رو منتقل میکنه. این آدم میشه مداح.
خب که اگر خواننده‌ای هم بیاد اینها رو بگیره باز میشه مداح. خواننده دارد از امیرالمؤمنین میخواند، مداح هست. خواننده مذهبی که خودم دارم مطرحش میکنم برای اینکه فقط سرپوشی بزنم بگم آقا چقدر خلأ وجود داره، کار نکردیم. حالا تویی که این توفیق رو داده، تویی که امام حسین این لطف رو بهت داشته، خیلی خوشحالم که آقای بلیغ نرفت سراغ سوال قبلی تو، بحث سلبریتی رو بیاری وسط و این حرف، اصلا دیگه هیچی دیگه، خب اون ماجراش یه چیز دیگه است. کسی که حالا واقعا تو عز و منتشا براش اتفاق افتاده، یک اعتباری داره و حالا میشود از این اعتبار استفاده کرد، مخاطبی که داره به قهقرا میره، مسئلهش زیر سن قانونی هم دافیه این مسئله روزشه و شرح حال روزشه و من نیاز دارم که از ائمه معصومین بشنوه و گفتگو بکنه و راجبش فکر بکنه. یه مثال جالب بزنم، بابام تعریف کنم، گفتش که سبک تربیتی با هیئتی بار آوردن پدر بزرگ من برای بچه‌هاش این بودش که صبح جمعه ساعت 6 صبح بچه‌ها 5 تا پسر رو می‌برد هیئت دیوانگان بشینن دعای ندبه بخونن، بعد میشون جلوی خودش پشت میشه پشتش که کله هر کی افتاد بزنه پس کلهش، یعنی باید بیدار بشینی 6 صبح روز جمعه و این دعای ندبه. خب من الان که نمیتونم اینجوری، با بابای من نتونست با من اینجوری برخورد بکنه که من بخوام حالا با فرزندم این کارو بکنم. آره الان باید راهکارش رو پیدا بکنیم. من همون قدری که موافق اجرای استدیویی ذکر ائمه معصوم به عنوان مدعی توی استودیو هستم، همونقدر مخالف هیئت هامون تبدیل به استودیو شدنه. خب یعنی هیئتی که وظیفش حضوره، وظیفش حاله که در من ایجاد بکنه و رفتار منو منجر بکنه، شما میری توش با یه نورپردازی مواجه میشی، با کرین و هلیشاتی که وسط داره میچرخه و فلان میکنه، اصلا فضاهای این شکلی که میخوان یک برونداد رسانه‌ای هم داشته باشن. نه آقا تو بذار اون مأموریت اصلیت بمونه، بذار من بیام بتونم توی هیئت تو حالت تباکی به خودم بگیرم. اینقدر دوربین رو من زوم نباشه که بگم اگه ادای گریه در بیارم، خب یکی داره میبینه دی اون روبرو هم نشسته، نورم خورده تو صورت من و تو تاریکی نیستم و نمیتونم این کارو کنم، پس همینجوری بر میشینم نگاه میکنم، یعنی اون حالم دیگه تاثیر نمیذاره. ما نیایم ماستا رو بریزیم تو قیمه ها، ببین آقا این کارکرد داره، درسته حرف شما درسته، شأن و منزلت مداح چیز دیگری است، اما الان تو این عرصه نیاز داریم چیکار کنیم؟ نیاد استفاده کنم. من میگم فداکاری میکنه اون مدعی که میاد این پیر رو به تنش میماله و برای نوجوانش کار فرهنگی میکنه توی استودیو. مدعاهای دیگه هم باشن، حال رو برقرار کنم. ببین برای من و تو راحت 20 دقیقه 25 دقیقه پیاده روی کردن رسیدن به خیمه که حاج محمود کریمی توش داره میخونه، ولی برای بچه من این سخته. خب نه تنها خاطره خوش براش نمیمونه تو اون ازدحام، خاطره تلخ هم براش میمونه. ترجیح میدم فعلا با هیئت با روزه خونگی اونس پیدا بکنه، بعد برسه به یک سری فضاهای بزرگتر. من این نیازه وجود داره، این نیازه رو اگه براش راهکار پیدا نکنیم و هی بخوایم درگیر ارزش گذاری بشیم، آیا من درستم یا او درسته، منی که نمیرم تو استودیو بخونم اصالت با منه یا نه اونی که میره تو استودیو میخونه. وقتی نظام ارزش گذاری میاد تو دستگاه امام حسین که هیچ چیزی رو نمیشه ارزش گذاری کرد، من میگم اون خود اون هیئت، اون روی مداح اون هیئت نتونسته تاثیر بذاره، حالا میخواد رو مخاطب تاثیر بذاره. خب نظام ارزش گذاری توی هیئت وقتی میاد وسط، بارها این اتفاق افتاده. من همه ارادتی که با آقا میثم دارم، اون سالی که بحث لخ شدن توی هیئت امام حسین مطرح شد، چه بلایی سر هیئت‌های ما آورد. یه سری هیئت‌های ما به صورت سنتی لخ می‌شدن، سینه می‌زدن. اتفاق چون یهو رسانه‌ای شد، این شکل رسانه‌ای شد، کار به جای رسید که تو اون دهه محرم قشنگ یادمه که تو اگر پیرهن تو در می‌آوردی می‌شدی ضد ولایت فقیه، در صورتی که تو داری برای امام حسین داری اصلا نمیتونی بفهمی که آقا این در آوردن درسته یا نه. من میگم اینجا اشتباه روش آکسان گذاشتن. این بحث‌های درون گفتمانیه. وقتی بیرون از خودمون شایع میشه به واسطه فضای مجازی که وجود داره و به قول معروف روحیه غلطی که تو این فضا وجود داره، این اولا ارزش اون کار رو هم تحت الشعاع قرار میده. همه دیگه به فلانی که میره توی استودیو میخونه نگاه چپ میکنن، چیزای دیگه به ذهنشون، این میخواد خودشو پروموت کنه، این میخواد فلان کنه، این میخواد، بعد ناخودآگاه همین حرفا روی اون آدم هم تاثیر میذاره. میگه آقا وقتی پشت سر من این حرفا هست چرا خودمو پروموت نکنم؟ من دفعه اولی که شاید تقریبا اولین نماهنگی که توی حوزه مدعی استودیویی ساخته شد من ساختم، نماهنگ گره. نه اون که مدعی نبود، نه با آقا عبدالرضا هلالی ساختیم. خب که
حالا مطلعش رو یادم نیست. من چیکار کردم؟ اومدم توی تصویر آقا رضا هلالی رو توی حسینی خودش قرار دادم، بچه‌ها رو دور این آدم جمع کردم، نیومدم عینک فلان آفتابی بزنم تو کوچه مثل مایکل جکسون از اون بالا بیا پایین بام تهران باشه، نه، اصالت این آدم توی هیئت. خب قصه‌ام رو جوری پردازش کردم که همونجا ایستاده است ولی داره میخونه، حالا صداشو بردم تو استودیو ضبط کردم. خب یعنی یه ذره انقلابی که به وجود اومد و این استرس هایی که وجود اومد به واسطه تصویر این ماجراست، نه خود صوته. مداحی استودیویی مشکل نداره، تصویری که روش میسازی مشکل داره، تصور مخاطب رو از هیئت عوض میکنی. یه قسمت از سوال من اون جهته بود دیگه، از نقطه A شروع میکنیم به نقطه B میرسیم. اون کاری که شما انجام دادید یادمون اومد، همه خاطره خوبم ازش داریم. خب ولی شما اون کار انجام دادید و امروز میرسه به جایی که عینک آفتابی میزنه و از بام تهران میاد پایین. چیکار کنیم؟ آقای عقابی شما نمیتونی اینجا براش یه حدی بذاریم؟ حرف بزنم. دو نفری میتونیم صحبت کنیم. نمیتونیم اینجا براش یه حدی بذاریم بگیم آقای عقابی با خلاقیتش و با اون فهم درستش از مسئله یه جهت خوبی به کار داد و میمونه تا اینجا. آقای عقابی به شما محدود نمیشه. یه نفر دیگه ویزاده میاد بعد از شما کاری میکنه که دیگه از حدود و اون چارچوبی که شما تعیین کردی فراتر میره. عینک آفتابی میزنه تازه الان از بام تهران شاید دفعه از جای دیگه بیاد، از یه ساختمون دیگه به شکل دیگه فرود بیاد اون خواننده. اینا چیکار بکنیم؟ ما هر چی میکشیم از مدیران فرهنگی اون میکشیم. خب کمکاریشون رو به قول آقای بلیغ بزرگوار آمیس هم همین کمکاری رو میان از جای دیگه برمیدارن، بعد میگن جواب داد. خب حالا میرن جلو اون سوپرمارکت یه دکم میزنن، چون نگاه آماری دیگه، نگاه کیفی نیست، کمیه. ما 15 تا مداحی استودیویی مثلا نماهنگ این شکلی تولید کردیم، نمیگن یه دونه تاثیرگذار تولید کردیم. بعد میان فیکش رو میسازن، فیکش هم که نمیتونن بیان دور سراغ من که. خب آدم‌هایی که اصلا این ژانر رو نمیفهمنش و اومدن یه کاوری رو میخوان انجام بدن و هی پسرفت میکنه. چرا؟ چون سوپرمارکت اونجا داره غاز میچرونه، دکه داره خوب پول در جنس بنجل هم داره میده، تعدادش بالاست. به جای اینکه یک کلیپ 100 میلیونی بسازن ترجیح میدن 10 تا کلیپ 10 میلیون بسازن، نتیجهش میشه این. خب یعنی باز دوباره برمیگردیم به اون مدیر فرهنگی که من و شمایی که مؤثریم توی حالا کف میدون، در حقیقت ماها بی تاثیریم، یعنی کارکرد از همون گرفته شده، سفارش جای دیگه است. من میگم که آقا بیایم به جای اینکه روی اصالت این ماجرا مداح رو بین مرز هیئت و استودیو تعریف بکنیم، خب بیایم تصویری که از مداح در استودیو و در هیئت وجود داره اینو راجبش بحث بکنن. خب یعنی بشینن گفتگو بکنن، بگن آقا مداح یه ویژگی‌هایی داره. مداح نباید کت چرم بپوشه، عینک ریبن بزنه، بالا شهر راه بیفته، بچه‌ام دورش عین پلانشو مایکل جکسون برگزار کرده. نباید اونجا بیفته، چون داره تصویر ذهنی میسازه. صوت تصویر ذهنی نمیسازه. اصلا بچه من فرقی بین مداحی استودیو و مداحی هیئت قائل نیست. اگر موسیقی رو ازش بگیری، خب که قائل به اینه که خب تو هیئت هم چیز بزن، مثلا حاج محمود کریمی میخونه، رو نوت داره میخونه، کوک هم داره میخونه، فالشی هم نداره، سینه زنی هم که دارن میکنن براش یه مترونومیه که داره میزنه، ریتم رو میتونه نگه داره. پس اینو همینجوری ببری تو استودیو میتونی واسه آهنگسازی بکنی. خب فرقی بین این دوتا قائل نیست. اون تصویری که تو ذهنش میمونه ما اونو نظارت بکنیم، مواظبت بکنیم. آقا چهره مداح، اون چیزی که ما متصور میشیم از یک خلوص، از یک مداح، از یک در حقیقت یک مرام، اون مرامه جابجا نشه، ناخودآگاه این همش فید میشه. خب مداح اگر با خلوص نیت برای امام حسین توی استودیو بخونه همون کاری رو خواهد کرد، چون نفس زده. خب همون کاری خواهد کرد که توی هیئت میتونه انجام بده. منهای اون حرفایی که من هم بهش قائلم، یعنی حضور در هیئت واقعا چیزی فراتر از این حرف هاست. ما نرفتیم اونجا بشینیم از مداح نغمه‌شو گوش کنیم و یه لذت این شکلی، ما رفتیم به یک فهمی رو یک انرژی رو دریافت کنیم که اون انرژی فقط تو هیئته. برای من آدم بزرگم هست. باز بحث من سر اینه که آقا ما مداحی استودیو برای نوجوان نیاز داریم. حالا اقتضاعاتش چیه؟ من خودم انقدر حمایت میکنم از این فضا، مقابل مثلا نماهنگ دهه 80 وایسادم. من حرفی که به سید بشیر حسینی زدم تو جلسه با هم بودیم، گفتم سید بشیر تو یه مسیر رو میخوای بری که من مهدی عقابی نمیتونم برم. من حاج قربونی ام. خب من اگر مثلا مستمع فلان هیئت بودم که یه کمی امروزی تر بود، نور مسئلهش بود، دوربین مسئلهش بود، میتونستم این کارو وسط بکنم. من عملا میرم هیئت حاج قربون که چراغ خاموشه. نحوه مواجهه هم با امام حسین اون شکلی. من نمیتونم عکس امام حسین رو بگم که عکس تو میذارم پروفایل فلان. اون رو بگی چون اون مخاطب داره.
خب آدمه داره تعریف میکنه. ما زمین بازی مشخصه، خلأش نیاز دردم هست، یعنی واقعا الان تبدیل به مرض تو جنس نوجوان. براش راهکار چیه؟ آقای مداح تو میتونی کاری بکنی تو هیئتت، بکن، کار حضوری بکن. امسال صحبتی که قبل جلسه میکردیم که چقدر حیات رو آوردن به حسینی کودک، اصلا مداح‌ها دارن وقت بیشتری برای کودک و نوجوان میذارن، حضور پیدا میکنن بینشون، خلأشو فهمیدن. حالا این نیازه بیرون از اینجام هست، نمیتونی تو همیشه توی هیئت خودتو تصور بکنی، یک جاهایی نیازه که یک لذت‌هایی هم ببری. چه بهتر که این با نام ائمه همراه بشه، شادیت رو با نام امیرالمومنین همراه بکنی. خب نیازهایی داره، ظرفیت موسیقی هم نمیتونی حذف کنی، سبد استفاده این بچه‌ها هست. این موسیقی رو چیکارش می‌کنی؟ همون شعر و برا رو گوش کنن یا نه می‌خوای مضامین درست بریزی توش؟ چیکار می‌خوای؟ برنامه‌ت چیه؟ من میگم اینو نزنیم، اصالت هم نگیریم از ندیم به اون ور که آقا نه، ما تو هیئت امام حسین وایسادیم، اصلا کارکرد هیئت چیزی هر کیم که میره فلان اشتباه کرده، یه نظر آقا هم میچسبونیم تنگش، میگه خیلی آقا هم با این موافق تره و هویت خودمون اصالت بیشتری هم میدیم و همه جریان اصلا میریزیم به هم. بعد اون مدیر فرهنگی که داره تو این حوزه کارهایی هم میکنه اونم میزنیم. من این اتفاقا نیفته. اینا اون رفتاری که باید اصلاح میشه تو هیئت انگار نشده که داره این بحثا میاد وسط. درستش بکنم. خیر. ممنونم. تشکر بابت توضیحات خوبی که دادید. به عنوان کسی که هم دانش خوبی تو این زمینه داره، هم دستش تو کاره و تجربه های عینی و تجربه های زیستشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، آقای عقابی ازشون ممنونیم. آقای شیخی، آخرین جمله‌ای که آقای عقابی گفت و آخرین کلمه‌ای که ازشون شنیدیم بحث اصالت بود. نکته‌ای که آقای مطیع هم خیلی روش تاکید داشت که خب هیئت اصالتی داره، اما یه مقدار دوربین رو ببریم عقب‌تر و از زاویه به اصطلاح فیلمسازا و هنرمندا به خود لانگ شات به ماجرا نگاه بکنیم. توی صحبت‌های بلیغ هم بود راجع به اصالت مسجد مثلا شیخ لطف‌الله. خیلی هم شاید مداحی اصالتی در مواجهه با بسیاری از پدیده‌های فرهنگی دیگه ما شاید نداشته باشه. اصلا میخوام زیر سوال ببرم این اصالت رو. یعنی ما مثلا یه اصالت معماری داریم، معماری مثلا اسلامی، حالا یا حتی مثلا بتونیم سابقهش رو به پیش از اسلام ببریم، اصالت مثلا چند هزار ساله داره. خیلی از پدیده‌ها پدیده فرش مثلا پیش از مثلا دوره مثلا هخامنشیان نمونه‌های پیدا شده و توی موزه های جهان هست. خیلی از پدیده ها هستش که اصالت تاریخی داره، حالا اومده توی دوره‌های تاریخی مختلف تحولاتی داشته، ولی مداحی اساساً خیلی چیز قدیمی نیست و شاید مثلا بتونیم براش عمر چند صد ساله، حتی کمتر براش قائل باشیم. به اعتبار اینجوری هست، به اعتبار اینکه تمام ادیان از آغاز خودشون، حالا دست کم با هنرهای مختلف، خیلی روشن کنین، این توضیح بدین. اصلا هنرها عمدتاً، حالا دوره مدرن رو شما بذارید کنار، بله. هنر پیش از دوره مدرن کاملا هماغوش با مذهبه، با آیینه. اصلا هنر قدسیه. بله. به یه معنایی بله. منتها اگه این مراسمی که شما داری میگی، حالا من یه بحثی آخرش توی نقطه خودم میگم راجع به همین مداحی به این شکلی که الان باش مواجهیم و در واقع تعریفی، یه تصوری ازش داریم به صورت مشترک، خیلی عمر طولانی نداره و تو همین در واقع عمر کوتاهیش هم باز تحولاتی داشته و سیری داشته و رسیده به اینجا. بالاخره ما اقتضاعاتی داریم، نیازهایی داره دوره ما، اونم با این سیر سرسام‌آور تحولاتی که باش روبرو هستیم. الان یه مقدار از اون اصالت حرف زدن و از اون میراث صحبت کردن که آقا مثلا اگر لطمه‌ای ببینه گنبد مثلا مسجد شیخ لطف‌الله باید براش میراث فرهنگی به میدان بیاد و برای ترمیمش چاره‌ای بندیشه، شاید این مثالش مثال دقیقی نباشه و اتفاقا تو مسئله مداحی ما با یه سرعتی، با یه جهشی روبرو هستیم که نمیتونه اون در واقع توضیح خوبی برای پاسداشت این حریم و پاسداشت این چارچوبا باشه. با این توضیحات بالاخره ما با این مسئله روبرو هستیم. فرصت آخرم هست، شاید فراز آخری باشه که صحبت شما رو میشنویم. یه راست بریم سراغ موضوع و از اون مقدمات هم بگذریم. الان با این میراث ما چیکار بکنیم که هم حفظش بکنیم، هم بتونیم به اقتضاعات روز پاسخ مناسب بدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به قول آقا مهدی انقدر سوالات طولانی میشه آدم سر ته. ببینید ای کاش میشد
ساعت‌ها و جلسات مختلف بشین آدم در مورد این چیزا صحبت کنه، با 100-200 جمع نمیشه. اما خب حالا فعلا چیزی که داریم، ای کاش میشد طبق فرمایشی که علامه حسن زاده داره که من توصیه میکنم کتاب معرفت نفس رو بخونن، کوچیک‌ترا جوان‌ترا. من وقتی این کتاب میخوندم آروم درس 10-20 اینا که رفت جلو، یه مفهومی رو برای من جا انداخت علامه، انگار یه فضایی برام باز شد، یه چیزی رو فهمیدم. بعد تو همون کتاب خیلی پدرانه، خیلی ملموس و خیلی ظریف به هم گفته که فهمیدی چی شد؟ با خودم گفتم آره. بعد گفت خب همینی که تو فهمیدی عارف بهش میگه عالم معنا، همینی که تو دریافت کردی. اون مادیگرا بهش میگه متافیزیک، فقیه بهش میگه برزخ. همینه، به اینجا برسی یعنی ورود کردی به عالم برزخ، یعنی رفتی تو عالم معنا، یعنی رفتی تو متافیزیک. بعدش میاد میگه که توی دنیا بیا از درگیری الفاظ بیا بیرون، یه مفهوم رو بگیر. حالا اگر اون مفهوم رو توی عمق وجود آقا مهدیار اون متوجه شدی، آقا مهدیار هر اسم میخواد روش بذاره بگو آره درست همونه که تو میگی. آقا وحیدزاده ممکنه با یه اسم دیگه داره دعوا میکنه، بگم یادمون نره داریم در مورد این بستری که گفتم، دوتا محتوا و فرم، یادمون نره داریم در مورد یک قالب صحبت میکنیم. هر موقع یه جایی به چیستی رسیدیم داریم در مورد محتوا حرف میزنیم. هر موقع یه جایی به چگونگی آقا چجوری ارائه بدم داریم در مورد یک قالب حرف میزنیم، داریم در مورد یک فرم حرف میزنیم. قالب ها در مرور زمان عوض شدن و معمولا هم یک قالبی وقتی داره عوض میشه، قدما که شاید بانیان اون قالب قبلی بودن خیلی اینرسی بالایی نشون میدن و متجددین خیلی شتاب و سرعتی میطلبن در باب عوض شدن اون، و توی اون سرعت ممکنه یه انحرافاتی هم به وجود بیارن. هر صنعت جدیدی هم که میاد، یعنی یه قالب جدید که میاد، اول یه اوج میگیره، همه میریزن، اون انحرافات تو اون اوجا درست میشه، بعد آروم آروم یه فروکش میکنه، میرایی داره تا یه جایی پایدار میشه. اونایی که اهل این کار و این صنعت نبودن، طبق یک جوی اومدن، حالا یا به عشق سلبریشن چه می‌دونم چهره شدن و شهرت اومدن، یه عده دغدغه‌مند شدن، یه عده همه اینا آروم میرن کنار، تازه یک فضای تخصصی بعداً به وجود میاد. ببین ما قالب‌های عزاداریمون در طی قرن‌ها، من یه چیز بگم، مداحی به شدت تاریخ داره. خب اصلا حتی نوحه خانی فردوسی توی شاهنامه‌اش آورده، رودکی داره. بعد از زمان اسلام دیگه رسما مداحی اومده. اما حالا میخوام برسم به این بحثه که الان یک سری قالب‌های جدید داره میاد، انحرافاتی هم توش هست، کم و زیادهایی توش هست، انقدر باید صحبت‌ها بشه تا این حدود و ثغور مشخص بشه. حالا میخوام یه خورده بیایم اصلا فارغ از هیئت‌ها بیاید بیرون، میگیم که مأموریتی نگاه کنیم. هیئت به تعبیر حضرت آقا یک واحد اجتماعی است که یه واحد اجتماعیه. این واحد اجتماعی پس یک مثل همین چند ضلعی که الان دورش نشستیم چند ساحت است، چند تا پایه داره، هر کدوم از اون پایه ها نباشه دیگه هیئت شکل نمیگیره. ببینید توی هیئت یکی از پایه هاش خوانندشه که اسمشو میذاریم مدا. من قائلم به این که بسیاری از کسانی که دارن میخونن خواننده ان، هم تو هیئت هم داره خوانندگی میکنه. مدا صیغه مبالغه است دیگه، یعنی بسیار مدح کننده. بعد چند تا جنبه داره. پرانتز باز میکنم، ببخشید من خیلی مثالیم. الان اگر یک کسی رو بخواید بیاد از علامه طباطبایی بگه برای شما شرح حالات، مسلما یه کشتیگیر رو نمیاری بگی که آقا از علامه طباطبایی بگو، و هیچ موقع یه طلبه رو نمیاری بگی که از نحوه وزنه برداری رضازاده برام بگو. یه کسی که سنخیت یا شاگردش بوده یا بچهش بوده یا مدیرش بوده یا یه سنخیتی داره، اون میاد. این میشه مداح. مداح کسیه که
سنخیت پیدا کرده. با من قائلم، خودم شخصا قائلم، یعنی این نظر شخصی منه، مدح و ماده و ممدوح یکی هن. مگه نمیگن شعر چیه؟ ماده خورشید مداح خود است. خب اینا یکن. این تو هیئت وقتی میان بررسی میکنن بحث انشاد کردن را، خواندن را، اون سینگینگ آوازخونی که داره تو هیئت میخونه، چون یک سری ساعت ها رو داره رعایت میکنه اسمش تازه میشه مداح. بیاید اصلا اسما رو ازش بگیرید، داره میخونه. یکی از پایه های هیئت مداحه، یکیش بحث جمعیت است. ببینید اینجا جمعیت، حضور، دور هم جمع شدنه. شاید پایه چندمش مداحه. روزهای عاشورا، آیین‌هایی که داریم، ملت جمع میشن برای امام حسین. هیچ خواننده هم ممکنه نباشه. اونجا هیئت داره شکل میگیره. خب من یه مثال دوباره بزنم. ببینید اصلا بس رتبه بندی نشه خدای نکرده. زیارت ابا عبدالله و زیارت سامن الحجج خب از دو جنبه میگن مهمه. میگن زیارت ابا عبدالله به جهت مزور مهمه، یعنی اون کسی که زیارت میشه. حسین به قدری مهمه برای خدا که میگه هر کی هستی بیا اونجا، من چون برای زیارت حسینه یه داستان جدایی داری، باب الحسینه. زیارت سامن الحجج به جهت مزارش، یعنی زیارت کنندش مهم میشه. چرا؟ چون میگن کسی که میره حرم امام رضا پرچمی رو به دست گرفته، رسما داره اعلام میکنه من اثناعشریم، من 12 امامیم. کسی که به امام رضا رسید تا امام زمان. و یک سری ویژگی های این آقا داره. کسی که میره تو حرم امام رضا یک سری ویژگی هایی رو از اهل بیت پذیرفته، تحت لوای یک حکومتی زیر پرچم اهل بیت رفته که اهل بیت اونو تایید میکنه، میگه این یک آدم خاصیه. لذا وقتی از امام جواد پرسیدن گفت دارم میرم کربلا زیارت کنم، چه توصیه داری؟ گفت برو زیارت پدرم همینجا. گفت آیا زیارت پدرت افضل بر کربلا است؟ گفت بله، زیارت ابی افضل من زیارت سید الشهدا. آیا یعنی امام رضا بالاتر اون اصلا توی این مقام نیافتیم، اصلا مقام اشتباهیه. میگه برای این که زیارت جدم حسین همه میرن زیارتش، ولی زیارت و ابی لا یزوره الا الخواص من الشیعه. میگه اینجا مزار زیارت کننده داره مهمش. طرف از دوستای خودم اسم نمیبرم، میگه آقا من وقتی میرم استودیو میخونم همون حال و هوای هیئت رو دارم به قرآن، میشینم اونجا گریه میکنم، میشینم اونجا اصلا عوامل دارم عارفه. میگم همه اینا تو قبول دارم، ساحت هیئت نیست، اون حضور اون تجمع نیست، این یه چیز دیگه. ولی مگر اینکه بیام مأموریتی بگم، همون بحث اولم ارجاع بدم، وقتی که میگم آقا این جنبه شیوه های تبلیغ، خب یکیش همین تولید محصولات سمعی و بصری است و فلان. من میگم فقیه بیاد، میگم هیئت و همین رو بذارید کنار، من یک انسانی هستم، اسم من بذارید که عنوانم ازم بگیرید، مداح هستم، فعلا همه عنوانا رو بگیرید، تازه میریم سراغ محتوا. آقا من دارم این مطلب رو، این حرف رو توسط این شعر و توسط این ملودی و با این آلات موسیقی یا بدون آلات موسیقی دارم اینو به این شکل ارائه میدم. آقای فقیه پاشو ببینم کارم درسته یا نه، آقای نمیدونم عالم، آقای فلان. اونجا یه بحثایی میشه که کتاب غنا حضرت آقا به نظرم جواب داده که آقا چجوری برو، تا کجا برم. خیلی سادهش بخوام بگم تو یه جمله میگه تا جایی که تخدیر نشه، مخدر نشه. مخدر که شد، اسلام با مخدر مشکل داره. اسلام میگه هر جا تخدیر شد دیگه به درد نمیخوره. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. وقتی نمیفهمی داری چی کار میکنی، وقتی از اختیارت خارجه، حتی داری دور خونه من میچرخی، اونجایی که بی اختیار جمعیت بردت، باید نیتتو برگردونی، یه شوت بیای از اینجا، نیت خودت بیا. من معشوق نازداری هستم. خدا میگه میخوام با اراده خودت، با حرف خودت. میخواد تو هیئت باشه، میخواد تو کلیپ باشه، میخواد جایی که تخدیر شد حتی اون هیئتش هم به درد. بابا داره میگه نمازش هم به درد نمیخوره دیگه، چه هیئتش برسه چه کلیپش. اما توی اون مراتب تبلیغ میام جلو، میگم کلیپ داری چه کار میکنی، داری آگاه میکنی، به درد میخوری، بیا
قالب. شاید یه روزی واژه هیئت معناش عوض بشه. من یادم نمیره در ایام کرونا مداهای هیئت دار نگران بودن شکل ارائه‌مون چی میشه. بعد یه عزیزی گفتش که نگران نباشید 2-3 ماه دیگه این کرونا هم جمع میشه هیئت‌ها برگزار. گفتم همین نگران نباشید رو بیا احتمال بده، خودمونیم دیگه، دور خودمونیم. اگر این کرونا نه تنها 2-3 ماه دیگه جمع نشد و اگر بنا شد 6 سال دیگه 10 سال دیگه با حدت و شدت بیشتری همین فضای دنیا بره جلو، به نظر شما آیا صدای اهل بیت باید بخوابه؟ صدای هیئت باید بخوابه؟ ما نباید یک رسانه‌ای، یک کانالی، یک مسیری رو پیدا کنیم برای گفتن حرف، ترویج حرف اهل بیت؟ من میگم شاید یه روزی قالب عوض بشه. من اصلا کاری با این قالبه ندارم، فقط روی این ساحت‌ها چرا حرف دارم. اگر اسمش مداح باشه، ببین داره خلط شأنیت میشه. مداح داری خوانندگی میکنی. یه مثالی حاج محمود کریمی گفتن، خیلی هم به نظرم شنیده شده، به یکی از عزیزان گفتن، گفت میری میخونی بخون، لازم هم داریم، ولی اون موقع اون نگاه تقدسی که تو هیئت تا استکان چای تو میخوردن، قندی رو فوت میکردی، نمیدونم فلان تبرک، ذکر رو میگی، ذکر رو فوت میکنی به آب یا فلان، اون نگاه به شأنیت خوانندگی نیست. این به معنی این نیست که خوانندگی بد است، یه چیز دیگه است. یه مثال بزنم، تمام ابزارهای دندون پزشک با ابزار یه مکانیک شاید شبیه به هم باشن، ولی واقعا یه کارکرد دارن. بعد میگی نه. خب آیا میتونی بگی که ابزار دندون پزشکی چون با کلاسه، چون تمیزه، چون توی یه اتاق کلین رومه خوبن، ابزارهای مکانیکی چون روغنیه، چون کذبی بدن؟ نه عزیزم، هر دو کار که ما تو جامعهمون خواننده میخوایم، ما تو جامعهمون خواننده چه میدونم بگیم آزاد، نمیدونم چی بگیم، خواننده که اشعار عارفانه، عاشقانه، پند و اندرز همینجوری میخونن، لازم داریم. مخاطب داره. خواننده مذهبی، ما امثال چه میدونم، حالا دوباره اسم نبریم، خواننده مذهبی لازم داریم، مداح لازم داریم. خود مداح‌ها مرتبه دارن، تو نوحه خوانی، تو روضه خوانی، تو مداحی. من میگم این شأنیته الان داره قاطی میشه. یا باید انقدر در موردش صحبت کرد تا مأموریت‌ها مشخص بشن، تا مأموریت هم. ولی اینکه قالب داره عوض میشه خیلی ساده. آخرین مثالم و تحویل بدم این که ما یک زمانی یه سینه زنی تهران داشت، خب چیزی به نام واحد، خمش و راست و اینا فلان اینجوری نمیزدن. یه واحدی برای خودش تهران داشت، سینه زنی نوحه خوانی میکردن که الان جالب تو مداحمون هنوز، همین دیروز با حاج حسین هوشیار میگم من هنوز نوحه دم میدم با همون شکل و شمایل فلان. ولی جنگ ایران و عراق شد، مذهبی‌ها رفتن جبهه جنگیدن، مؤمنا فلان، شکل سینه زنی جنوب بود. من میگم اگر جنگمون به جای ایران و عراق، ایران و پاکستان بود، الان داشتیم پاکستانی سینه میزدیم، باور کنید. و الان همین آیین‌هایی که توی معلا آوردیم نشون دادیم، شاید شکل خیلی از عزاداری‌ها الان برای من و شما حتی خنده داره، ولی وقتی فلسفه‌شو می‌بینیم، دو شکل و قالبشو میشنویم که چجوری، من براتون یکیشون رو تعریف کنم، می‌بینی چقدر گریه‌دار شد. جنوبی‌ها بعد از یزله و حوسه‌ای که میرن، آخرش عین بچه دوران بچگی قطار بازی می‌کردیم، پشت همو می‌گرفتیم، پشت همو می‌گیرن و قدم بر نمیدارن، وجب بر میدارن، اینجوری میرن پشت همو میگیرن، وجب بر میدارن و واویلا واویلا میگن، واویل علی المظلوم. بعد یهویی 3-4 قدم که اینجوری میرن میشینن، شدید سینه زنی میکنن، یه ذکری رو میخونن مرثیه وار، دوباره بلند میشن پشت همو میگیرن. خب آقا این قطار میگیرید مثلا چیه؟ میگه آخرای عزاداریمون، ببین آخرای عزاداری، روزای آخر عزاداری، این حرکت اسرای آل الله که دست و پاشون تو قل و زنجیره، دستمون میذاریم رو شونه طرف، یعنی حرکت ندارم، دستم بسته است، پامم وجب به وجب حرکت، یعنی قل زنجیر تو پامه، نمیتونم. اینا آروم آروم اینا رو حرکت میدادن، میرفتن از کنار تو قتلگاه، از کنار بدن شهدای کربلا اینا رو عبور میدادن، به هر بدن که میرسیدن خودشون رو مینداختن، مرثیه میخواندن، عزاداری میکردن، دوباره اینا رو بلند میکردن. دقیقاً. ببینید ریشه رو از کربلا گرفته، اومده یه شکلی بهش داده، یه ضرب و ریتم و شعری داده بهش که این ماندگار بشه. این یه شکله، یه فرمه. اگر یه روزی این بیاد، حالا
اومدنش ممکنه توی شرایط آب و هوایی خوبی نیاد. مثلا سنج و دمام که حاج محمود اوورد تو هیئت زد، همه بلند شدن وا اسلامو. اصلا نمیخوام بگم غلطه یا، چون مثال همیشه میزنم تو جنوب ما خیلی مثلا سرمایش کولر خیلی خوبه، این کولر رو ببر تبریز، میگم آقا خیلی مثلا خریدن اونجوری نداره. هر ابزاری هر فرمی مال اقلیم خودشه، مال دوره و زمان خودش. حالا ممکنه تو این دوره و زمان ها ابزارا یهو جاش. بابا وقتی بچه من الان شاید یه روزی واژه هیئت بیاد بشه تمام محصولی که بچه من الان تا لحظه آخر تو رخت خوابش گوشی دستشه، من میگم چرا اینو هیئت نکنم؟ به قول آقا مهدیار محصول میخوام یا نمیخوام؟ میخوام. اگر یه بچه مذهبی، یه بچه نیمه مذهبی، یه بچه‌ای که اصلا مذهبی نیست ولی امام حسینشو دوست داره، تو ماشین میتونم یه چیزی تولید کنم که گوش کنه، چرا تولید نکنم؟ فقط برمیگردم عقب، کی تولید کنه؟ اگر خلأ خواننده دارم که من میگم خیلی داریم خواننده، مددا تو میری بخونی بدون کارکرد داری، از دندون پزشکی میری مکانیکی داری کار میکنی، فقط اینو بدون داری جابجا میشی. من نمیخوام رد کنم، نمیخوام تایید کنم، شأنیت ها رو باید مواظب باشیم. و السلام علیکم. خیلی عالی. خیلی خاموش کنید. سپاسگزارم، خیلی ممنون. حالا من قرار سوال طولانی نپرسم که شما پاسخ کوتاه بدید، وقتمونم تنگه، ولی ما از آقای شیخی به عنوان در واقع مخالف این بحث، از آقای عقابی به عنوان موافق این بحث دعوت کرده بودیم. تقریبا هر دو بزرگوار به یه نقطه رسیدن و فکر می‌کنم سخن پایانی هر دو عزیز این بود که ما نیاز داریم ما چک میکنیم، قبلش زنگ میزنیم، سوال میکنیم، ولی خب نه خوبم هست اصلا یه جلسه بتونه ما رو به یه نقطه مشترک برسونه، خودش یه اتفاق مثبت. هر دو عزیز سخن پایانیشون این بود که ما نیاز داریم و در واقع این اتفاق ضرورتش هویداست، ولی باید به لحاظ اخلاقی، به لحاظ تربیت معرفتی و فرهنگی زمینش فراهم بشه که خب کار سختیه، کار ساده ای نیست که بگیم آقای خواننده مذهبی که حالا میتونه مداح باشه یا اصلا نباشه، ممکن اصلا توی بستر دیگه رشد کرده باشه یا حالا در واقع تغییر مسیر بده، از اونجا با یه کارکرد دیگه بیاد اینجا. تو یه وظیفه دیگه و یه نقش دیگه ای داری که این اقتضاعاتی داره، ولی خب ساده رو و نقشت مقدس قراره به اون قنده فوت بکنی. بله. ولی خب این رو کاغذ میگیم دیگه، این رو کاغذ میگیم، آره رو کاغذ میگیم آقا تو باید رو خودت کار کنی، اما این کار کردنه یه حرف، یه جمله از دهن من خارج میشه. اصلا 124,000 پیغمبر اومدن که ما رو خودمون کار بکنیم، حالا بتونیم یا نتونیم خودش یه بحث دیگه. خیلی زمانی نداریم، اینم سوال نبود، فقط در واقع نتیجه‌گیری دوستان بود. قبل از آقای دکتر بفرمایید، فقط برای اینکه بحثم تموم بشه، بعد از این که از شأنیت مداح اینا گذاشتیم، فقط یه جمله است، اینا گذاشتیم میگیم آقا باشه فرض کن رفتیم خواننده پیدا کردیم، اون موقع یه بحث دیگه ای درست میشه، این که توی بحث خواندن با آلات موسیقی و فلان اینا چی رو باید بخونیم و چی رو نباید بخونیم، یه بحثی هم اونجا تازه درست میشه که این آره یه نسلی که آیا بله اون یه جای دیگه است که بحث جدا از مداح و خواننده چه چیزی رو میتونم با این فضا بخونم و چه چیزی رو نمیتونم بخونم، بحث روزه و مصیبت جایگاهش کجاست و با چه قالبی اینو میتونم ارائه بدم. من چون گفتی اکبر مخالفی شوخی و اکبر بکنم، شما اومدید پاپو از استودیو بردید تو مداحی، حالا نمیخوایم پس بدین؟ سبکای خوندن اومدین نغمه های ببین یه چیزی گفتیم من باید بگم که قشنگ 2 ساعت دیگه جلسه رو، چون خیلی آخه خواهش میکنم در مورد پاپ و در مورد سبکای موسیقایی که الان دارم روی این قضیه کار میکنم، اتفاقا بعد از این که حضرت آقا فرمودن نگفتن موسیقی مداحی پاپ موسیقی پاپ نیست، گفتن مداحی موسیقی پاپ نیست. این خیلی حرف عمیقیه. من یکی دیگه گفتن آقا کلی گفتم نه، اتفاقا باید کل کتاب غنا رو بخونید، اون بحث‌های فقهی رو بخونید که آقا تازه ببینید چه تعویلی به کار برده. و بحث پاپ یک سبک موسیقیه، خب صرفاً یه 4 تا مصداق موسیقی نیست. هر سبک موسیقی یه تاریخچه داره، یه ویژگی داره، یه کارکرد داره. یک مداح اگر میخواد پاپ یا هر چیزی دیگه ای رو بخونه، اگر بتونه
من میگم تاریخچه‌ش هم ولش کن، تاریخچه‌ش اگر بتونه مطالعه کنه عالیه، ولی تاریخچه رو ول کن، یک سری ویژگی ها رو از این سبک موسیقی پیدا کنه. مثلا موسیقی پاپ نمیخواد قشر خاصی رو جذب کنه، موسیقی پاپ پیچیدگی علمی مثل موسیقی شرقی نداره، موسیقی پاپ اینه ویژگی هاشو بگیر، بعد بیا نگاه کن ببین تو چه کار کردی ازش میخوای. مثلا موسیقی هوی نمیدونم چی میگه آقا موسیقی اعتراضی داد بزن، من چی میخوام؟ توی بازار انواع اقسام ابزارها ریخته، من دندون پزشک چه ابزاری میخوام؟ من میخوام بیاد اون ویژگی ها رو بفهمه، بر اساس کارکردی که توی هیئت لازم داره یه ویژگی رو ورداره استفاده کنه. این به این معنی نمیشه که داره پاپ میخونه. چرا کاور کردن و فلان آقا به صرف این که داره پاپ میخونه، اما اگر کسی ویژگی رو ورداره بیاره استفاده درست بکنه بهترین کارم. سلامت باشید. ببینید من حالا تو پایان بحثم هست فکر میکنم که تو دو تا دوگانه میشه کل این بحث رو به این معنا جمع کرد و بعد هم ادامه داد، یعنی بعدها میشه این بحث رو به همین شکل در این قالب ادامه داد. یکی دوگانه اصالت و معاصرته، خب که یه جور ممکنه این اصالت فهم بشه به این معنی که هر آنچه که قدیم است اصیل است، خب و هر آنچه که معاصر است پس مثلا خوب نیست. یا نه یه موقعی هست این اصالت و معاصرت رو به این معنی میفهم که هر چی که معاصر شد اصیل است. حالا بعد بریم بگردیم ببینیم چی باعث معاصرت یک اثر میشه. آیا هر چیزی که در مثلا میخوام یه مثال بزنم اینجا تو همین فضای مداحی هستم مثال بزنم، حاج منصور ارزی شاگرد حاج اکبر ناظم بوده دیگه، یه دوره حاج اکبر ناظم حاج منصور ارزی رو هیئتش میندازه بیرون، میگه اینا که داری میخونی بدعت. خب خود حاج اکبر ناظم اون موقع که میخونده از هیئت میندازنش بیرون. یعنی میخوام بگم بعد عین همینا رو تو موسیقی هم میتونم براتون مثال بزنم. مثلا وقتی درویش خان اومده، درویش خان قبلی‌ها بهش میگفتن تو بدعتی. الان برید با آقای کیانی که استاد موسیقیه بگید آقای مثلا لطفی یا علیزاده مثلا میگه خوب حالا اونا تجربه میکنن، ولی این ردیف نیست. ردیف اونیه که درویش خان زده. بعد میری درویش خان نگاه میکنه، خب درویش خانم خودش یه چیزایی از قبل گرفته. اصلا اگه قرار باشه به این شکل با هنر مواجه بشید اصلا سبک هنری جدیدی خلق نمیشه. اون دوگانه دیگه‌ای که به نظرم مسئله رو یه ذره بغرنج میکنه زمانی بهش نمیخوره، قدیمی‌ها سنتی. بله اصلا اگه اینجوری بود خب آقا الان مثلا خود انقلاب اسلامی امر مدرن نیست مثلا چون الان رخ داده مثلا، یا نه امر سنتی است چون مثلا ارجاع داره به اینکه آقا برگردیم به اسلام. نه، مسئله اون معناییه که در اون لحظه خودشونه، معنا که لزوما در قدیم نمانده و مثلا امکان تجدیدش وجود نداشته باشه. اون دوگانه دیگه در کنار این اصالت معاصرت دوگانه‌ایه که در بیان همین دوستانی هم که مثلا حالا این قضیه رو یه مقداری راجبش صحبت کردن وجود داشت، دوگانه ابداع و بدعت. بدعت و ابداع مرز بسیار باریکی ممکنه با هم دیگه داشته باشن، ولی هر دوتاشون خبر از تولد یک چیز تازه دارن میدن. حالا اون چیز تازه ممکنه انحراف از اصل باشه، کمایی که مثلا فرض کنید چه میدونم اسلامی که بنی امیه میارن بدعت در اسلامه، خب ولی همون اسلام ممکنه مثلا در دوره امامت یک امامی اقتضاعاتی پیدا بکنه که این اقتضاعات متناسب با فهم اون حقیقت بنا به مقتضیات زمان و مکان بروز تازه‌ای پیدا میکنه. این مرز به نظرم خیلی مهمه. ولی اگه بخوایم برای همینم اون مثال رو گفتم مثال درستی شاید نباشه، یعنی زن رهزن باشه اون مثال مثلا مسجد شیخ لطف‌الله. خب هم تو خود فضای مدعی میتونی 10 تا مثال بزنی که اصلا خود آقای مطیع الان این داره میخونه. حالا شما گفتی من احتمالاً یادمون رفتم گفتی این پاپو گرفتی در الان نمیخواد پس بدید. خب خیلی ملودیایی که توی کاراش داره استفاده می‌کنه پاپه. اگه قرار بشه بگی خب مثلا موسیقی این هیئت میراثه، خب شما نباید دیگه از مثلا موسیقی از مثلا فلان دوره جلوتر بیای دیگه، همه رو بعد همون نغمه ها رو بخونی دیگه. چرا اینا رو آوردی؟ برای اینکه یواش یواش به فهمی رسیدی که آقا مخاطب گوشش اینو میشنوه، خب ولی اینو میشنوم یه بخشیش حاصل استقرار شما و شناخت شما نسبت به پیشینه این هنر یا این آیینیه که شما باش دمخوری و درش داری نفس میکشی. یه بخشیش هم ناظر به
وضعیه که الان درش قرار گرفتیم. من چجوری اینو میتونم الان عرضه بکنم؟ الان عرضه بکنم که بهره ای از حقیقتش داشته باشه، یعنی همون حقیقته ولی در یک کالبد تازه، یه لباس تازه‌ای تنشه. شاید هم نشه مثلا حالا یه مقداری، چون این چیزم یه ذره ممکنه باز سوء تفاهم ایجاد بکنه که بگیم ابزار، مثلا بگی آقا این چاقوه میتونی باش ببری، مثلا میوه خورد کنی میتونی بزنی تو شکم یکی. به این سادگی هم شاید نباشه که مثلا میگه آقا هر فرمی رو به راحتی میشه در خدمت هر معنایی قرار داد. نه، کما که مثلا نمونه‌های مختلف تو همین فضای خودمون داریم، آثار موسیقایی که خلق شده، مثلا فرض کنید موسیقیش مثلا چه میدونم راکه، شعرش مثلا راجع به مدافعان حرمه. خب آقا این اصلا یه چیز این داره این حاصل این درک، ما چند بارم حالا تو جلسات مختلف اینایی بحث کردیم، گفتیم که این حاصل این تلقیه که فکر می‌کنیم موسیقی هیچ معنایی نداره خودش، همه بار معنا بر روی دوش شعره. وقتی این دوتا رو اینجوری از هم تفکیک کردی، میگه خب حالا هر موسیقی بود اشکالی نداره که من اینو با اون فقط مضمونش راجع به امام حسین باشه، مضمونش راجع به مثلا چه میدونم دوست دخترم نباشه. خب نه، اینا فرق میکنه. اون خود اون موسیقی در یک خود این مثلا میخوام بگم خود این موسیقیه برآمده از یه معنای خاصیه، معنا هم لزوما قابل تحویل به مفهوم نیست به اون معنایی که در شعر یا در علم مثلا به کار میره. خود اون و اتفاقا چه بسا به یه جایی خیلی نزدیک. اصلا تاثیر موسیقی کجاست؟ یکی از اساتید برای ما یه مثالی میزد، میگفت فرق بین موسیقی و مثلا دیگر هنرها اونجاییه که تو یه چیزی رو داری میچشی یا برات تعریف میکنن. موسیقی داره میچشونه به تو اون رو، یعنی اینقدر نزدیک میشه. برای همینم تأثیر آنی بسیار عمیقی داره، ولی ممکنه تأثیر طولانی مدتی نداشته باشه، مثل اثری که مثلا معماری داره در یک بلندای زمانی، ولی تو لحظه کامل شما رو از خود بی خود میکنه، میبره به یه وادی دیگه. خلاصه به نظرم اون دوتا دوگانه مسئله این که میشه باهاش این بحث رو بازم ادامه داد. بسیار ممنونم. تشکر از آقای دکتر بلیغ عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی که با توضیحات خوبشون بحث رو پیش بردن. به نظرم جوانب مختلفی از بحث روشن شد، البته فرعی هایی هم خورد که نشون میده هنوز جای گفتگو هست و حالا توی فرصت های دیگه شاید تونستیم به اونها هم بپردازیم، ولی به نظرم یه هم افقی به یه افق مشترک خوبی تونستیم برسیم. بسیار از مهمانان و کارشناسان خوب برنامه ممنونم. جای آقای مطیعی و آقای بشیر حسینی هم هر دو خالی، ما ازشون دعوت کردیم ولی هر دو در سفری بودن، نتونستن به جلسه ما اضافه بشن. امیدوارم گفتگو ما رو بشنون و توی فرصت دیگه بتونیم در خدمت این عزیزانم باشیم. یه مقدار جلسه‌مون طولانی شد، ما یه دیر شروع کردیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.